سلام و درود به خدمت همه شما دانش آموزای خوب و خفن و عزیز سیب ترشی. محمد ساکی هستم، مدرس فیزیک و عضوی از دپارتمان‌های آموزشی سیب ترش. امروز اینجا در خدمتتون هستم تا با همدیگه یه جمع‌بندی بزنیم کل کتاب فیزیکتون رو. اینکه شما الان دارین این ویدیو رو می‌بینید یعنی احتمالاً تو یکی دو روز آینده یه امتحان جامع از کل کتاب فیزیکتون دارین و تو اینطور شرایط باید چیکار کنیم؟ بچه‌ها بهترین استراتژی برای شبای امتحان اینه که آدم بیاد نمونه سوال جامع حل کنه، نه نمونه سوال فصلا، نمونه سوال جامع حل بکنه تا با سبک امتحان، استراتژی‌های امتحانی و اینکه سر جلسه چیکار بکنه آشنا بشه. ما هم تو دپارتمان فیزیک اومدیم دور هم جمع شدیم و براتون یه امتحان شبیه ساز عالی طراحی کردیم. فقط بهتون این نکته رو میگم که بچه‌ها این امتحان شبیه سازی که ما آماده کردیم یه لول نه 2-3 لول از سطح خیلی از امتحانات بالاتره. اومدیم براتون سخت‌ترین و مفهومی‌ترین و پرفکت‌ترین سوالات ممکن رو از جای مختلف کتابتون جمع‌آوری کردیم، تالیفش کردیم و براتون در قالب یه امتحان 20 نمره‌ای آماده کردیم و قراره که الان با هم دیگه اون امتحان رو حل کنیم و سر هر کدوم از سوالات من بهتون نکاتش و ترفنداشو میگم که انشالله با هم دیگه بتونیم نمره 20 از این امتحان بگیریم. فقط بچه‌ها این نکته رو بهتون بگم، حتما اون پاسخ برگم که براتون طراحی شده پاسخ برگتون رو هم کنار امتحان اصلی چاپ بکنید و از همین الان تمرین بکنید که چطوری جواب‌ها رو تو کوتاه‌ترین زمان به پاسخ برگ منتقل کنیم. خب پس اگه آماده هستیم بریم با هم دیگه این امتحان رو هم مثل بقیه امتحانات بهتر کنیم. بچه‌ها ما سوالات رو براتون به ترتیب فصل آوردیم، یعنی به این شکل که اولین سوالات مربوط به فصل 1 میشن، بعد میریم فصل 2، بعد فصل 3 و بعد همینطوری الی آخر. فقط این نکته رو بگم معمولا تمام امتحانات این شکلی هستن که همیشه میان از سوال ساده شروع میکنن. حالا این سوالات ساده معمولا میتونه جای خالی رو پر کنید، صحیح غلط یا مثلا حتی چه میدونم بهتون 4 گزینه‌ای و جدول رسم کنید و اینا باشه. ما هم سعی کنیم بیام انواع اقسام مختلف اینا رو براتون در نظر بگیریم. الان اولین قسمت از فصل 1 بچه اگه نگاه کنید گفته درستی یا نادرستی این گزینه ها رو مشخص کنیم، بریم با همدیگه بهشون دقت کنیم ببینیم جوابشون چی میشه. فقط من بهتون بگم از جاهای انتخاب کردیم که خیلی کمتر بهشون توجه میشه. قسمت اول، سال نوری یک‌های اندازه‌گیری زمان است. کاملا غلط بچه‌ها، سال نوری درسته عبارت سال داخلشه ولی خود کتابتون برگشته توی یکی از تمرینات گفته سال نوری یعنی مسافتی که نور در مدت زمان 1 سال طی میکنه. یعنی مثلا من بگم 1 سال 2 سال 3 سال و اینا، یعنی نور چه فاصله رو با اون سرعتش طی میکنه و اتفاقا از اون یکاهای خیلی بزرگ چیه بچه‌ها؟ طوله. چرا؟ چون ازش برای فواصل کیهانی استفاده میشه. پس گزینه اول که گفته سال نوری یکای اندازه‌گیری زمانه کاملا غلطه. یکای اندازه‌گیری چیه بچه‌ها؟ یکای اندازه‌گیری طول، اونم مسافت‌های کهکشانی. گزینه دوم، تمام کمیت‌های فیزیکی یکا دارن. بله کاملا درسته بچه‌ها، بنا به فرموده کتاب امسالتون تمام کمیت‌های فیزیکی یکا دارن. خود متن گفته کمیت‌های فیزیکی یا برداری هستن که به یکا و عدد و جهت نیاز دارن یا نرده‌ای هستن که فقط به عدد و یکا نیاز دارن. خیلی از بچه‌ها وقتی که توی این سوال میرسیم میان بحث مزیت مکانیکی رو مطرح میکنن که تو سال 9 خوندنش. اولندش مزیت مکانیکی دیگه مال امسال نیست، اینو فراموشش کنید. دومندش مزیت مکانیکی بنا به گفته کتابتون، بنا به منابع رسمی فیزیک، یک واحد یا یک کمیت فیزیکی نیست، یه نسبته. ما نسبت ها رو اینجا داریم. مثلا توی فصل سومتون در خصوص راندمان و بازده هم صحبت کرده و براشون واحدی نگفت ولی به عنوان کمیت فیزیکی معرفیشون نکرد. پس این از این نکته یادتون باشه، تمام کمیت های فیزیکی یکا دارن. بله کاملا درسته. بریم سراغ قسمت بعدی. یکای نجومی حد اکثر فاصله بین زمین و خورشید. اینم غلطه. چرا؟ چون بنا به فرموده کتاب حد اکثر فاصله زمین و خورشید نیست، میانگین فاصله زمین و خورشید. پس این یکی هم غلطه. من جلوش صحیحش رو بنویسم، میانگین. و قسمت بعدی، میکرون معادل 10 به توان منفی 6 تا از هر کمیتی می باشد. بچه‌ها اینم غلطه. اما چرا؟ میکرو خب منفی 6. بله بچه‌ها میکرو منفی 6 ولی میکرون طبق گفته کتاب مخفف شده میکرومتر. پس فقط در مورد چی به کار میره؟ فقط و فقط در مورد طول می باشه. از هر کمیتی غلطه. من اینجا بنویسم مربوط به کمیت طول می باشد.
و آخرین قسمت از این مبحث، در حالت واقعی وزن توپ هنگام بالا رفتن ثابت میماند. این از قسمت مدل سازی کتابتونه. بچه‌ها تو مسئله توپ بسکتبال گفته وقتی من توپو پرت میکنم به سمت بالا چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً زیر شک کشیده، گفته با افزایش ارتفاع وزنش کم میشه. چرا استاد؟ بچه‌ها شما هر چقدر از سطح زمین برین بالاتر، به خاطر اینکه از زمین دورتر شدی گرانش کمتر میشه و به تبع اون وزنم چی میشه بچه‌ها؟ وزنم کمتر میشه. پس استاد پس چرا من اینو از اینجا میارم تا اینجا خیلی تفاوت وزن نداره؟ بچه‌ها چون این عدد تو فواصل کوتاه خیلی کمه، ما ازش برای مدل سازی اصلا کلا صرف نظر میکنیم، مثلا تو فواصل کم قابل اندازه گیری نیست. ولی مثلا شما اگه از روی زمین بری توی فضا قطعا وزن چی میشه؟ خیلی کم میشه. متن رو یه بار دیگه بخونیم. گفته در حالت واقعی، بچه‌ها در حالت واقعی نه در حالت مدل سازی، وزن تو هنگام بالا رفتن ثابت میمانند. خب اینم غلطه. جوابش چی میشه؟ جوابش کاهش مییابد. ولی تو حالت مدل سازی میگیم چی؟ میگیم ثابت میمونه. این از این سوال. خب بریم برای سوال بعدی. بریم سراغ بعدی که سوال اوه چه سوال قشنگی براتون آوردیم از مبحث مهم تبدیل واحد که مطمئن باشین تو امتحانتون میبینیدش. ببینیم سوال چی گفته. بچه سوال برگشته گفته آهنگ جریان یک شیر 50 سانتی متر مکعب بر ثانیه است. اولندش ممکن ازتون بپرسن آهنگ چیه؟ بچه آهنگ میشه تقسیم هر کمیت بر زمان. آهنگ جریان یک شیر معادل 50 سانتی متر مکعب بر ثانیه است. این آهنگ معادل چند لیتر بر ساعت می باشد؟ پس من تو قسمت اول این سوال باید بیام یه تبدیل آهنگی اونم از نوع کسری انجام بدم. چطور میشه؟ بریم ببینیم. بچه‌ها برای تبدیل واحد همیشه اول اون واحد اولیه‌تون رو بنویسید. الان واحد اولیه من چقدره؟ 50 سانتی متر مکعب بر ثانیه. گفته به چی تبدیلش کنیم؟ به لیتر بر ساعت. خب اینجا باید اول از همه بیام از دست ثانیه راحت بشم، یا میتونیم اولم از دست لیتر راحت بشین، هیچ فرقی نداره. من برای اینکه بیام ثانیه رو به ساعت تبدیل بکنم باید قبل از هر چیزی نسبت تساوی این دوتا رو بدونم. همونطور که میدونید هر یک ساعت مساوی است با 3600 ثانیه. حالا شما میتونی اول بیای مثلا ثانیه رو به دقیقه تبدیل کنی، بعد دقیقه رو بیای به ساعت تبدیل کنی، مستقیم هم بنویسی بازم هیچ فرقی نداره. حالا باید بیام از این استفاده کنم تا این ثانیه به ساعت تبدیل بشه. چطور؟ ببینید بچه‌ها الان باید بیای بنویسی ضرب در یک کسر میشه. واحدی که من میخوام از بین ببرم چیه؟ ثانیه است. پس میندازم ثانیه که تو مخرجه. پس از این کسر تساوی این ثانیه رو باید بندازم توی صورت، یعنی بنویسم 3600 ثانیه. کجا قرار گرفت؟ توی صورت که ثانیه توی مخرج رو از بین ببره. پایینش چی؟ پایینش مینویسم 1 ساعت. بچه‌ها فقط اینطوریه که من میتونم بگم واحد ثانیه با واحد ثانیه اینجا چی شد؟ از بین رفت. حالا بریم سراغ اون یکی واحدمون یعنی سانتی متر مکعب. بچه‌ها سانتی متر مکعب رو چیکار باید بکنم؟ برای سانتی متر مکعب رو بخوام به لیتر تبدیل بکنم همونطور که میدونید 1 لیتر مساوی است با 10 به توان 3 سانتی متر مکعب. لازم اینا رو یکم قشنگ‌تر بکشم. بله این چیزیه که شما باید حفظ کنید و واحدی هم هست که بهتون نمیدنش. پس حواستون باشه هر لیتر، دقت کنید، هر 1 لیتر معادل 1000 سانتی متر مکعب. حالا اگه بخوام اینو وارد تبدیل واحد بکنمش، چون میخوام سانتی متر مکعب رو از بین ببرم خودش رو میذارم تو مخرج، یعنی مینویسم 10 به توان 3 سانتی متر مکعب. توی صورتش چی باید بنویسم بچه‌ها؟ توی صورتش باید بنویسم 1 لیتر. وقتی که این کار رو انجام بدی چی میشه؟ بچه‌ها وقتی که این کار رو انجام بدی این سانتی متر مکعبه با این سانتی متر مکعبه خط میخوره. خب حالا باید چیکار بکنم؟ الان من باید بیام 50 و ضرب در 3000. بذارید من عددهایی که باقی مونده رو بکشم. ببینید 50 3600 10 به توان 3 10 به توان 3. حالا من اگه بچه‌ها بخوام اینو بیام الان انجامش بدم عددش میشه چقدر؟ عددش در نهایت میشود
80 دقت کنید لیتر بر ساعت. به همین راحتی تونستیم این تبدیل بالا رو انجام بدیم. حالا حواستون هم باشه بچه‌ها، توی این سوالات که باید یه مراحلی رو طی بکنید تا به جواب برسید، حتما دور جواب نهاییتون یه دونه خطی، مربعی، دایره‌ای، چیزی بکشین تا اون کسی که داره تصحیحش میکنه همین که سوالو خواست تصحیح کنه ببینه این به جواب رسیده، من فقط ببینم مراحلش درسته دیگه بهش نمره رو بدم. یادتون نره. ولی این سوال تازه قسمت اولش بود. قسمت دومش چی از جون ما بدبخت بیچاره های دانش آموز دهمی میخواد؟ بچه‌ها ببینید لول دوم سوال برگشته گفته اگر با این آهنگ جریان یک استخر به طول و عرض و ارتفاع ببینید 6 5 و 2 متر رو من بخوام از آب پر کنم، ارتفاع آب با چه آهنگ بر حسب سانتیمتر بر دقیقه افزایش می‌یابد. یعنی الان توی این قسمت دوم میخواد که شما چیکار کنی؟ آهنگ حجمی رو به آهنگ خطی تبدیل بکنی. چطور؟ الان بهتون میگم. بچه‌ها شما اولندش بیاین این 50 سانتی متر مکعب ثانیه رو به سانتی متر مکعب دقیقه تبدیلش کنید. یعنی واحداشون تا حد امکان مشابه همدیگه بشن، فقط تواناشون تفاوت داشته باشه. خب اینجا که سانتی متر، اینم سانتی متر خواسته، ولی این بر ثانیه است، این بر دقیقه میخواد. پس من اولین کاری که انجام میدم چیه؟ اولین کاری که میام انجام بدم اینه که تکلیف ایشون رو یه جورایی شبیه ایشونش بکنم. پس میشه چقدر؟ 50 سانتی متر مکعب بر ثانیه ضرب در چی میشه بچه‌ها؟ ضرب در 60 ثانیه به روی 1 دقیقه. اینطوریه که واحدهای ثانیه با ثانیه خط میخوره و جواب شما میشه چقدر؟ جواب شما میشود 3000 تا 3000 تا چی؟ نگاه کنید 3000، یه لازم من یه مرحله برگردم عقب. 3000 سانتی متر مکعب بر دقیقه. ولی خب این که جواب نهایی من نیست بچه‌ها. نگاه بکنید شما برای اینکه آهنگ حجمی رو به آهنگ خطی تبدیل بکنی کاری که باید انجام بدی چیه؟ کاری که باید انجام بدی اینه که اون عدد حجمی که داری رو تقسیم بر مساحت کفش بکنی. یعنی الان این استخر من چقدره؟ ببینید طول، عرض و ارتفاعش 2، پس این 56 میشه چی؟ این 56 یا در اصطلاح 30 متر مربع میشه مساحت کفش. من الان این عدد رو فقط کافیه تقسیم بر 30 متر مربع بکنم. پس در نتیجه برای قسمت بعدی که بخوام جوابش رو به دست بیارم فقط باید چیکار بکنم؟ فقط باید بگم این عدد ضرب در چی بشه بچه‌ها؟ ضرب در 1 بر روی 3 ضرب در 10 به توان 5 سانتی متر مربع. خب چرا؟ چون این حجمشه، وقتی تقسیم بر مساحت کف بشه به چه عددی میرسه؟ به عدد ارتفاع میرسه. یعنی به راحتی میتونیم آهنگ ارتفاع رو به دست بیاریم. فقط چرا من اومدم نوشتم 3 در 10 به توان 5؟ خب بچه‌ها این درسته 30 متره، ولی 30 متر رو برای این سانتی متر مربع حتما باید به سانتی متر مربع تبدیلش بکنی که در نتیجه جواب نهاییش ببینید بازم یکم الان به هم ریخته شد. جواب نهاییش میشود 1 صدم سانتی متر بر دقیقه. پس یعنی الان من با این آهنگ دقت کنید، با این آهنگ میتونم چه ارتفاعی بهش بدم؟ هر دقیقه 1 صدم سانتی متر. و اینجا هم چون جواب نهایی میام دورش خط میکشم. بچه‌ها درسته یکم محاسبات زیاد شد، ولی نگاه کنید اون شخصی که داره اینو میخواد تصحیحش بکنه، همین که این دوتا خط شما رو میبینه دور جوابا کشیدین، میفهمه ایشون جوابا رو به دست آورده، پس مشکلی نداره، من بهش نمره رو میدم. بریم سراغ سوال بعدی. یه سوال خیلی خوب و خفن و قشنگ از دو تا مبحث که پاشنه آشیل 90% بچه‌ها. 1 پیدا کردن دقت اندازه‌گیری، 2 تبدیل واحد. ببینید برگشته گفته که طول یک خیابانی 7.30 کیلومتره،
دقت اندازه‌گیری رو بر حسب سانتی متر به دست بیاریم. وقتی من این سوالو به بچه‌ها میگم، بچه‌ها به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول میگن اول تبدیل واحدش کنیم بعد دقتش رو به دست بیاریم. دسته دوم میگن اول بذار دقتش رو به دست بیاریم بعد دقتش رو تبدیل واحد کنیم، که من اینجا میگم خوش به حال دسته‌های دوم، چون اونا جواب درست رو به دست میارن. چطور؟ میتونید یه بار خودتون به شکل دسته اول جوابش رو حساب کنید ببینید چقدر تفاوت پیدا میکنه. حالا بریم سراغ حل کردنش. بچه‌ها تو دستگاه‌های دیجیتال و ارقام همیشه مرتبه آخرین رقم میشه دقت اندازه‌گیریتون. یعنی الان با توجه به اینکه آخرین رقم من اینجا صفره، می نویسم دقت اندازه‌گیری می شود 1/100 کیلومتر. استاد صفره، به ما گفتن صفر بعد از اعشار تو ریاضیات خونده نمیشه. خب خود جواب خودتو دادی، اونجا ریاضی اینجا فیزیکه. بچه اینجا فیزیک برای نشون دادن دقت خیلی وقتا صفر بعد از اعشار هم میذاریم. من اینو بخوام به متر تبدیلش کنم، از اونجایی که کیلو 10⁻³ میگم 1/100 ضرب در 10⁻³ 10⁻³ که بچه‌ها جوابش میشود چقدر؟ جوابش میشود 10 متر. پس الان دقت اندازه‌گیری این وسیله 10 متره. حالا خیلی راحت میام 10 متر رو به سانتی متر تبدیل میکنم. چطور؟ میگم 10 متر ضرب در چی بچه‌ها؟ ضرب در 1 سانتی متر، و همونطوری هم که میدونین هر سانتی متر چقدره؟ 10⁻² متر. اینطوریه که من میتونم متر رو با متر خط بزنم و جواب آخری میشود 10⁻³ سانتی متر. اینم به عنوان جواب آخریم. حالا پیشنهاد میکنم یه بارم به سبکمون دانش آموزان فریب خورده دسته اول هم این سوال حل کنید ببینید چقدر تفاوت ایجاد میشه تو جوابتون. بریم سراغ سوال بعدی. بچه‌ها نگاه بکنید تو سوال بعدی برگشته گفته جرم قطعه زیر، جرم این قطعه 58.4 گرم جرمش رو بهتون داده. قطعه فوق نتیجه ترکیب فلز، دقت کنید، آهن با کدام فلز؟ مس یا آلومینیومی باشد. چرا؟ وای فکر نکنم تا حالا اینطور سوال دیده باشین توی عمرتون. چرا؟ چون خیلی مفهومی طرحش کردیم. حالا چطور جوابش بدیم؟ بچه‌ها قبل از هر چیزی بیاین چگالی این قطعه رو به دست بیارین. یعنی وقتی که بهتون جرم داده و اینجا هم یه دونه استوانه مدرج گذاشته، غیر مستقیم داره بهت میگه دانش آموز پاشو بیا اینجا چی رو حساب کن، پاشو بیا اینجا چگالی رو حساب کن. خب حالا الان چگالی چی میشه بچه‌ها؟ همونطور که میدونید چگالی میشود جرم تقسیم بر حجم یک قطعه. خب جرمش چقدره؟ جرمش طبق گفته خود سوال 58.4 چیه؟ گرمه. 58.4 گرمه. حالا من باید چی رو به دست بیارم؟ من باید اول از همه بیام حجمش رو هم به دست بیارم. خب استاد حجم چی میشه؟ بچه‌ها نگاه کنید الان لول آب من 8.5 میلی لیتره و بعد وقتی که میاد اینجا با قطعه میاد توش میشه 23.1. پس من اگه این دوتا عدد رو از همدیگه کم بکنم چی رو به دست میارم؟ مقدار حجم واقعی جسمم رو به دست بیارم که 23.1 و من بیام منهای 8.5 بکنم. بچه جوابش میشه چقدر؟ جوابش میشود 14.6 میلی لیتر. این شد از مقدار جواب من. حالا این نکته یادتون باشه بچه هر میلی لیتر با هر سانتی متر مکعب چیه؟ برابره. پس در واقع من الان برای جواب اینجا میتونم این عددی رو که کم کردم همزمان براش چی بنویسم؟ همزمان براش بنویسم سانتی متر مکعب. خب حالا که اینو حجمش رو من تونستم به دست بیارم، با تقسیم کردن اینا چی به دست میاد؟ تقسیم کردن اینا من چگالی قطعه رو میده که وقتی تقسیمش کنم، تقسیمش رو بدم ماشین حساب برام انجام بده. بازم بهتون میگم ماشین حساب مجازه ها. این عددم میبینید اینطوری در اومد، گولشو نخورید، خیلی راحت میشه حلش کرد. یه تقسیم بندی که انجام بدید میبینید دقیقاً در میاد چقدر؟ 4 گرم بر سانتی متر مکعب. پس الان چگالی قطعه من شد چقدر؟ شد 4 سانتی متر، 4 گرم بر سانتی متر مکعب. خب حالا من از این چطور میتونم بفهمم این قطعه نتیجه ترکیب آهن با چیه؟ بچه‌ها نگاه کنید چگالی آهن خودش تقریبا 7.8. این چگالی آهن. شما وقتی قطعه رو با هم دیگه میایید ترکیب میکنی، چگالی نهاییش چگالی میانگین یا چگالی بینشون قرار میگیره. الان 4 از 7 بزرگتره یا کوچیکتره؟ خب بچه 4 از 7
کوچیک‌تره، پس حتما این ترکیب فلز آهن با یه فلز کم چگالتر بوده. خب کدوم فلز کمتره؟ جواب میشود آلومینیوم. پس من باید اینجا چی بگم؟ باید بگم نتیجه ترکیب با آلومینیوم است، زیرا چگالی مخلوط آن چی شده بچه ها؟ چگالی مخلوط آن کمتر شده. زیرا چگالی مخلوط آن کمتر از اون چگالی آهن شده. پس در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ من که نیومدم اینو با مس ترکیبش کنم، چون مس چگالیش از آهن بیشتره، پس چون چگالیش کمتر بوده حتما با آلومینیوم ترکیب شده. حالا اینکه من بخوام درصد نسبت ترکیبشون رو به دست بیارم فعلا موضوع بحث ما نیست، ولی قطعا تو تستا اینطور سوالاتی رو میبینید، پس خودتون آمادهش کنید. اینم از این سوال. خب بریم سراغ سوال بعدی، ببینیم سوال بعدی چه آشی برامون پخته. بچه‌ها همونطور که می‌بینید تو سوال 5 برگشتم بهتون یه نمودار دادم. نمودار چی؟ نمودار جرم و حجم بهتون دادم. گفتم نمودار تغییرات جرم بر حسب حجم دو جسم متفاوت در نمودار زیر رسم شده است اگر چگالی جسم یک دقیقاً همون 1 گرم بر سانتی متر مکعب باشد، چگالی جسم دو چقدر است؟ این سوال من چطوری حل میکنم بچه‌ها؟ میخوام این سوال رو با مقایسه نوشتن براتون حلش بکنم تا این روش مقایسه نوشتن رو هم یاد بگیرین، اگه وقت سوال مقایسه اومد بتونید جوابش بدید. چطور؟ ببینید من الان برای حل کردن این سوال می نویسم چگالی به چگالی مساوی است با جرم به جرم ضرب در حجم به حجم. خب استاد اینا شماره چیزی نمیخوان داشته باشن، چرا؟ باید شماره داشته باشن، ولی من برای اینکه شماره‌اشو بنویسم میخوام از خودتون کمک بگیرم. بچه‌ها من اگه اینجا بیام بنویسم چی؟ بیام بنویسم نسبت چگالی 2 به چگالی 1، برای جرم هم باید بنویسم 2 به 1. چرا؟ چون جرم و چگالی از نظر ریاضی، نه از نظر فیزیکا، از نظر ریاضی با همدیگه رابطه مستقیم دارن، ولی برای حجم چون از نظر ریاضی، بازم تاکید میکنم از نظر ریاضی رابطه عکس دارن، اینجا برعکس میشه، یعنی اینجا میشود نسبت 1 به نسبت 2. خب پس این شد ترفند نوشتن مقایسه چگالی که مطمئن باشین سوالی مشابهش رو تو امتحانتون میبینید. حالا باید بیام عدد گذاری ها رو انجام بدم، ولی قبل از هر چیز از اونجایی که هر دوتاشون 1 حجم دارن این نسبت چی میشه؟ این نسبت خط میخوره چون برابر میشه 1 هم تو ضرب هیچ تأثیری نداره. حالا چگالی جسم 2، دقت کنید، چگالی جسم 2 تقسیم بر چگالی جسم 1 که خودش گفته چگالی جسم 1 برابر چقدره؟ برابر 1. یکش چون اینجا تو تقسیمه میره اون ور ضرب میشه، بازم هیچ تأثیری نداره، مساوی است با نسبت جرم ها M2 به M1. خب M2 چقدره بچه‌ها؟ 840 کیلوگرم تقسیم بر 1200 کیلوگرم. این یکم هیچ تأثیری نداره، پس نتیجه میگیرم چگالی جسم 2 مساوی است با چقدر؟ مساوی است با 7 دهم. تقسیمش رو انجام بدم میبینم عددش میشه چقدر؟ عددش میشود 7 دهم. خب حالا استاد واحدش چیه بچه‌ها؟ همون چون من چگالی جسم اولیه رو بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب گذاشتم، اینم واحدش میشه چقدر؟ گرم بر سانتی متر مکعب. اینم از این داستان. مثل همیشه هم یه خط دورش میکشیم که اون داداش یا خواهر گرانقدرمون که میخواد این سوالو تصحیح بکنه ببینه ما به جواب دست پیدا. ولی تو قسمت دوم سوال برگشته بهتون گفته اگر این دو ماده را با همین نسبت حجمی V1 با هم دیگه ترکیب کنیم چگالی مخلوط چند کیلوگرم بر متر مکعب می شود. خب اینجا باید چیکار بکنیم؟ بچه‌ها نگاه کنید، الان برای جواب دادن به این سوال من میگم چگالی میشه جرم تقسیم بر حجم. حالا اگه 2 تا ماده داشته باشم اول جرماشون رو با هم تقسیم میکنم، بعد تقسیم بر حاصل جمع حجماشون میشه. پس در نتیجه من برای به دست آوردن چگالی مخلوطشون میگم چگالی مساوی است با M1 به علاوه M2 تقسیم بر V1 به علاوه V2.
خب جرم اولی که هستش 840 جرم اولی هستش 1200، اون یکی هم 840. پس من برای صورت این کس می نویسم 1200 به علاوه 840 تقسیم بر مجموع حجماشون. استاد ما حجم‌ها رو چطور به دست بیاریم؟ بچه‌ها نگاه بکنید، وقتی چگالی جسمی یک باشه پس قطعاً جرم و حجمش باید از نظر بادی اینا عددی با هم دیگه برابر باشن. یه تبدیل باد خیلی ساده من بذارین خیلی کوچیک اینجا براتون بنویسمش. من میگم چگالی مساوی است با m به روی v. این قسمت رو حتی ذهنی هم انجام بدین، توی امتحان ننویسیدش مشکلی نداره. چگالیش می نویسم 1000. چرا 1000؟ چون میخوام واحدم همش کیلوگرم بر متر مکعب باشه. مساوی است با 1200 تقسیم بر V1. خب از اینجا نتیجه میگیرم V1 من میشه چقدر؟ میشه بعد 1/2. پس در نتیجه اینجا می نویسم 1/2 چون هر دوتاشون یه دونه حجم دارن، برای این یکی هم میشه چقدر؟ 1/2. پس 1200 به علاوه 840 که میشه 2040 تقسیم بر 2/4 که من بخوام تقسیمش رو انجام بدم میشه 850 کیلوگرم بر متر مکعب. مثل همیشه واحد رو نوشتیم، جوابم به دست آوردیم، یک خط و دایره مربع چیزی دورش میکشیم تا طراح بفهمه ما به جواب دست پیدا کردیم. اینم از این سوال. خب بریم سراغ فصل 2 بچه‌ها. اولین سوال فصل 2، سوال ساده فصل 2 رو من براتون از نوع جای خالی طراحی کردم و قراره که اینجا بریم جای خالی رو با کلمه و عبارت مناسب تکمیل کنیم، بریم ببینیم چی گفته. قسمت اول برگشته گفته که فلزات نمونه از جامدهای بلورین هستن. بچه‌ها کتابتون تو قسمت معرفی جامدهای بلورین از فلزات، یونها و الماس رو به عنوان این نمونه معرفی کرده. بهتون توصیه می‌کنم حتما متن کتاب رو قبل از امتحانتون یه دور یه مرور سری روش داشته باشین. استاد فلز که از خودش نور عبور نمیده، چطور میگه بلور؟ آقا جون دقت کنید، بین عبور دادن و ندادن نور با بلوری و آمورف بودن هیچ ربطی وجود نداره. مثلا خود کتاب برگشته بهتون چی گفته؟ برگشته بهتون گفته شیشه آمورفه، در صورتی که الماس چیه بچه‌ها؟ الماس بلور. هر دو تاش هم نور رو عبور میدن، پس نور هیچ ربطی به بلورین و چیز بودنش نداره. باید متن کتاب رو حفظ کنید. قسمت بعدی، غیر نمونه از مواد ناتراوا می باشد. منظور چیه؟ توی یکی از تمرینات کتاب برگشته گفته در گذشته مثلا ما میایم از غیر استفاده میکنیم که آب به خاطر خاصیت موینگیش از دیوارا نکشه بیاد بالا. خب این میتونه به عنوان یکی از متن‌های سوالاتتون باشه که ما بدونیم غیر چیه؟ یک ماده ناتراوا، یعنی اجازه عبور آب رو به خودش نمیده. همچنین تو فصل 4 در مورد غیر برگشته گفته که نمونه از موادیه که تو محدوده تو دمای خاصی ذوب نمیشن، توی محدوده دما شروع میکنن به ذوب شدن. مثلا شما برای آب و یخ میگی 0 درجه دقیقاً نقطه تغییر دماشه، ولی توی غیر اینطوری نیست، دمای خاصی نداره، یه محدوده دما داره. قسمت بعدی، فشار در گازها ناشی از چیه مولکولاست؟ ناشی از برخورد مولکول ها. یعنی چی استاد؟ بچه‌ها دقت بکنید، توی مایع ها و توی جامدات به خاطر اون وزن و گرانشی که زمین داره بهشون وارد میکنه من فشار دارم، ولی توی گازها از اونجایی که وزن چندانی ندارن اون فشارشون ناشی از برخورداییه که به دیواره های ظرف داره. بچه‌ها ننویسین سرعت تنها، حتما باید بنویسین برخورد. منظور من برخورد به دیواره های ظرفه. و قسمت آخر برگشته گفته چی؟ برگشتیم گفتیم که چگالی ریزگردها نقطه چین چگالی آبه. این هم باز از تو تمرینات براتون در آوردم، میشه نکته‌ای که کمتر بهش اشاره میشه. چگالی ریزگردها چند برابر آبه؟ 2 برابر آبه. یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها نگاه کنید، خاک نسبت به آب چگالی بیشتری داره، برای همین شما یکم خاک بریزید تو آب میره کفش ته‌نشین میشه. حالا سوالی که الان مطرح میشه، اگه خاک سنگین‌تر و چگال‌تره پس چرا با باد بلند میشه ولی آب بلند نمیشه؟ بچه‌ها اینم باز جزء تمرینات کتابتونه، حواستون باشه. خاک همچسبی و کشش سطحی نداره، برای همینه مولکولاش همدیگه رو نگرفتن، ذراتش همدیگه رو نگرفتن، برای همین با یه نسیم خیلی کوتاهی راحت بلند میشن و هوا گرد و خاک میشه. ولی این اتفاق برای آب نمیفته. چرا؟ چون ذرات آب سفت و محکم همدیگه رو گرفتن. این از این داستان. بریم سراغ سوال
بعدی سوال شماره 7 که چی گفته؟ بچه سوال 7 برگشته گفته که حداکثر فشار قابل تحمل یک بوتون 2500 کیلوپاسکاله، حداکثر ارتفاع ستونی که میتونه از این بوتون ساخت چند متر میباشد. وقتی من این سوال رو به بچه‌ها میگم، بچه‌ها ناخودآگاه میگن خب چون این بوتونه و یه جسم جامده، پس من برای فشارش باید بنویسم P مساوی است با mg تقسیم بر A. ولی بچه‌ها این به درد این سوال نمیخوره. چرا؟ نه اینکه نشه حلش کرد، میشه حلش کرد، ولی با روش‌های راحت‌تر میشه حلش کرد. چی رو بنویسیم؟ من براش بنویسم P مساوی است با رو جی اچ. استاد این که برای جامدا به کار میرفت. نه بچه حواستون باشه، شما از رو جی اچ میتونی برای جامدها، نه فقط برای همه مایع ها جواب میده ها، میتونی برای جامدهایی هم که ساختار منظم دارن، یعنی مستقیم رفتن بالا و مستقیم اومدن پایین، سطح مقطعشون تغییر نکرده، استفاده کنی. اینجا هم داره یه ستون میسازه، ستون که تغییر ارتفاع نمیده بچه، ستونش مستقیم داره میره بالا. اینطوری مثلا ستون بیاد یه وسط اینطوری بزرگ بشه، نه اینطوری نیست. برای همین من می‌نویسم پی مساوی است با رو جی اچ. خب حالا استاد چیکار کنیم؟ عددا رو جایگذاری می‌کنیم. خب فشاری که میتونه تحمل کنه چقدر بچه‌ها؟ طبق گفته خودش 2500 کیلوپاسکال. پس من می‌نویسم 2500 ضرب در 10 به توان 3. 2500 کیلوپاسکال حتما به پاسکال تبدیل بشه. برای چگالیش هم می‌نویسم 5 ضرب در 10 به توان 3. چرا 10 به توان 3 وقتی اینجا گفته خودش 5؟ بچه‌ها علتش اینه که چگالیو حتما باید بر حسب کیلوگرم متر مکعب بندازیم تو واحد. اون یکی واحدا به درد بخور نیستن. گرانش هم که 10 اول امتحان بتونید دیتاهای لازم رو دادم، گرانش 10 در نظر میگیریم و حالا میخوام ارتفاع رو به دست بیارم، یعنی اچ رو من میخوام اینجا به دست بیارم. دیگه شروع میکنیم با یه بزن خفن. ایشون با ایشون میره، ایشون هم یکی از صفرهای ایشون رو میبره، 5 بیاد اینجا تقسیم بر 250 بشه. بچه ارتفاع یا اچتون مساوی میشود با 50 متر. پس در نتیجه حد اکثر ارتفاعی که من میتونم از این ستون رو بسازم چقدره؟ 50 متره. خب اینم از این سوال. بریم سراغ سوال بعدی، ببینیم سوال بعدی چه آشی برامون پخته که وقتی میایم میبینیم گفته نمودار تغییرات فشار. اوه پس اینجا برامون یه آش فشاری پخته. بریم ببینیم چطور میشه اینو حلش کرد. بچه‌ها نگاه کنیم، برگشته گفته که نمودار تغییرات فشار بر حسب ارتفاع مایعی به این صورت: اول پاشو بیا چگالیشو به دست بیار، دوم فشار هوا رو پاشو بیا حساب بکن. خب این سوالو چطور حل میکنم؟ قبلش یکم توضیح بدم. بچه‌ها از اونجایی که سوال عبارت فشار رو به تنهایی به کار برده، پس من نتیجه میگم باید با پی صفر در نظرش بگیرم. یعنی من توی این معادله باید بنویسم فشار مساوی است با رو جی اچ به علاوه پی صفر. این میشه فرمول مادری که میتونه الان برای من این سوالو حل کنه. به طور کلی وقتی که برگشت بهتون گفت فشار کل، فشار مطلق، پی صفر رو در نظر میگیریم. ولی وقتی که برگشت بهتون گفته بود چی؟ فشار مایع، فشار شارع، یا حتی بهتون گفته بود فشار پیمانه‌ای، در اون صورت کار با پی صفر نداریم. حالا بچه‌ها نگاه کنید، من میتونم خیلی راحت از اینجا که دستش درد نکنه به من فشار هوا رو داده، اینجا و این نقطه که این مشخصات رو داره قرار بدم اینجا، خیلی راحت سوال رو حل کنم، چگالی به دست بیارم. ولی میخوام یه روشی بهتون بگم برای وقتایی که بهتون فشار هوا رو نداده بود. اتفاقا اینجا هم بهتون جواب میده. ببینید بچه‌ها اگه بهتون فشار هوا رو نداده بود، تو بیا فشار این دوتا نقطه رو از همدیگه کم کن. یعنی بنویس دلتا پی مساوی است با رو جی دلتا اچ. دیگه با پی صفر هم کاری نداریم، حتی با اینکه گفته فشار. چرا؟ چون وقتی تو بیا این معادله رو به ازای دو نقطه بنویسی و از همدیگه کم بکنی، پی صفر همدیگه رو خط میزنن، رو جی چون تو هر دو تا حالت مساویان فاکتور میگیرمشون، اچ از هم کم میشه، برای همین مینویسم دلتای اچ. حالا چقدر فشار تغییر کرده توی این دو تا نقطه؟ 117.2 کیلوپاسکال، 103.6 کیلوپاسکال. بچه‌ها از همدیگه بیام کمشون بکنم، جوابش میشود 13.6 چون کیلوپاسکاله، یعنی ضرب در 10 به توان 3 مساوی است با چگالی که میخوام به دست بیارم ضرب در گرانش 10 ضرب در اختلاف ارتفاعشون که 20 سانتی متر و 10 سانتی متر میشود 1/10 متر. بچه‌ها 20 سانتی متر 10 سانتی متر اختلافش میشه همون 10 سانت، به متر تبدیلش کنم میشه 1/10. خیلی خوب، خیلی خلاصه، خیلی راحت شد الان دیگه.
حاصل این میشه یک تاثیر نداره. پس چگالی میشود؟ چگالی اون جسم من میشود 13.6 ضرب در 10 به توان 3 بر حسب کدوم واحد؟ بر حسب واحد کیلوگرم بر متر مکعب، چون فرمولی که ما کار کردیم اس آی یادتون نره دور جوابتون رو خط بکشید. خب خیلی راحت تونستیم قسمت اول سوال رو حل کنیم، حتی اگه فشار هوا هم بهمون نداده باشه. حالا برای پارت دوم سوال گفته فشار هوا رو پاشو بیا حسابش بکن. خب من بهتون گفتم این میشه فشار هوا، یعنی چقدر؟ 90 کیلو پاسکال. ولی فکر کردی به همین راحتیه؟ نه، برگشتم به چی گفتم؟ برگشتم به گفتم در محل آزمایش چند بار است، یعنی شما الان باید کیلو پاسکال رو به چی تبدیل کنید؟ کیلو پاسکال رو به بار تبدیلش بکنید. خب چطور؟ بچه‌ها اینم باز جزء حفظیاته که باید بدونی هر یک بار معادل 10 به توان 5 چیه بچه‌ها؟ پاسکاله. پس در نتیجه اینو می‌نویسم ضرب در یک بار تقسیم بر 10 به توان 5 پاسکال، که خب این واحد پاسکال با پاسکال خط میخوره، کیلو هم که 10 به توان 3 جوابش میشود چقدر؟ جوابش میشود 9 دهم بار. مثل همیشه یک خط میکشیم تا به راحتی به دست بیاریم و از اونجایی که نسبت به حالت عادی یعنی فشار سطح دریا یک بار و اینا کمتر، پس نتیجه میگیم این آزمایش تو ارتفاعات بالاتر مثلا بالای کوه و اینطور چیز میزا برگزار شده. اگه وقت سوال ازتون پرسید این آزمایش رو کجا انجام دادید. اینم از این سوال. اما سوال بعدی بچه‌ها، سوال بعدی دقیقاً همون مطلبیه که بهتون گفتم. ببین برگشته گفته که در شکل مقابل فشار شاره. پس وقتی میگه فشار شاره دیگه کاری من با پی صفر ندارم، فقط باید رو جی اچ رو در نظر بگیرم. پس در نتیجه من الان اینجا می نویسم پی مساوی است با رو جی اچ. و این نگفته محاسبه کن، گفته تو نقطه A چند برابر نقطه B. پس در نتیجه من اگه بخوام حساب کنم میگم فشار در نقطه A به روی فشار در نقطه B از اونجایی هم که این ماده یکیه گرانش خط میخوره، چگالی خط میخوره، فقط میمونه نسبت عمق‌ها یا ارتفاع‌ها. یعنی می نویسم اینجا HA تقسیم بر HB. این هم از این داستان. حالا HA چقدر، HB چقدره؟ بیایم ببینیمش. بچه‌ها نگاه کنید، A این فاصلهش میشه، پس در نتیجه من اینو باید براش در نظر بگیرم و B هم این فاصله میشه، پس این بزرگتره رو براش در نظر میگیرم. در نتیجه جوابش میشود 10 سانتی متر به روی، ننویسیم 50 ها، بنویسین 60، چون باید نسبت به کی در نظر بگیرید؟ نسبت به سطح در نظر بگیریدش که میشود 1/6. پس نسبت فشارها میشه 1/6. استاد چرا تبدیل واحد نکردی؟ بچه جوابش خیلی مشخصه. تو سوالاتی که شما میخوای نسبت بنویسی تنها کاری که باید انجام بدی واحدات چی باشن؟ یکسان باشن. حتما نیازی نداره که اس آی باشه. اینم از این سوال که خب سوال آسونی بود. بریم سراغ سوال بعدی. سوال خوب و خفن و قشنگ از کدوم مبحثه؟ از مبحث لوله های یو شک. بریم ببینیم چطور حل میشه کرد. بچه‌ها نگاه کنید، یه دونه لوله یو شک بهتون داده و همونطور که میدونید تو لوله های یو شک حتما اول باید نقطه همتراز رو به دست بیاری. بچه‌ها همتراز یعنی در یک مایه و در یک ارتفاع فشارها چی میشن؟ برابر میشن. و الان بهترین نقطه همترازی یکیش این قسمت و یکیش هم این قسمته. این دو تا نقطه با همدیگه همترازن. وقتی همترازن فشار این سمت با فشار این سمت برابر میشه و وقتی فرمول فشار رو بنویسی و عبارت‌های یکسان از دو طرف خط بزنی آخر سر به این معادله میرسی که چی میگه؟ رو اچ مساوی است با رو اچ. یعنی چی؟ چگالی ضرب در ارتفاع مایع سمت راست با چگالی ضرب در ارتفاع مایع سمت چپ چیه بچه‌ها؟ برابره. خوبی هم که این فرمول داره اینه که چون دو طرفش عبارت‌های فیزیکی تکرار شدن واحداش فقط باید چی باشن؟ یکسان باشن. حتما نیازی نیست واحدا اس آی باشن. بریم حالا حلش بکنیم. بچه‌ها چگالی ماده اینور آب رو گفته چقدر؟ گفته 1000. پس من می‌نویسم 1000 ضرب در اچ مساوی است با اونوری 800 ضرب در اچ پریم و الان توی آنپاس میمونم. چرا؟ چون نه اچ رو دارم نه اچ پریمو که بخوام اون یکی رو به دست بیارم. پس باید الان اینجا چی کار کنم؟ آیا باید دعا و توسل رو شروع کنیم؟ نه بچه‌ها، یکم به سوال نگاه کنید. ببینید این سوال درسته این دوتا مجهوله ولی خودش برگشته اینجا بهت گفته چی؟ گفته این بزرگتره 3 سانتی متر از اون چیه؟
بالاتره. پس من الان میتونم خیلی راحت به جای h پریم بنویسم h به علاوه 3. یعنی اینجا چی میشه؟ دوباره من بازنویسیش کنم. ببینید 1000h مساوی است با 800 ضرب در دوباره h به علاوه 3 سانتی متر. اینو دیگه میشه حلش کرد. چرا؟ چون یه دونه مجهول داره. حالا چطور حلش کنم؟ بچه‌ها ببینید الان من میام این 800 رو در ایشون ضرب میکنم و بعد در ایشون هم ضرب میکنم. خب 800 h میشه، میره اونور معادله از 1000 h کم میشه. چقدر میمونه بچه‌ها؟ 200 h مساوی است با 800 ضرب در 3 2400. ساده سازی رو که انجام بدم h میشود 12 سانتی متر. ولی حواستون باشه شما هنوز به انتهای جواب نرسیدی. سوال ازتون کیو خواسته؟ گفته ارتفاع مایع مجهول، یعنی اچ پریمه رو ازتون میخواد. پس در نتیجه من چی کار میکنم؟ همون اصلی که اینجا داده، گفته بزرگه 3 سانتی متر از این یکی کوچیک‌تره، پس می‌نویسم اچ پریم مساوی است با 12 به علاوه 3 یعنی 15 سانتی متر که این به عنوان جواب نهایی دورش خط میکشیم. به این راحتی تونستیم جواب به دست بیاریم. بچه‌ها تو لولای یوشک حواستون باشه ازتون ارتفاع رو خواسته یا اختلاف ارتفاع رو خواسته. اینم باز حواستون باشه. اینم از این داستان. اما سوال بعدی از کدوم مبحثه بچه؟ وقتی که من سوالو میارم بله از مبحث آزمایش فشار سنج هوا یا بارومتر، آزمایش مرحوم معروف توریچلی. بریم ببینیم این چی گفته. بچه نگاه کنید آزمایش توریچلی این شکلی بود که یه لوله برعکسی رو میذاشت توی ماده، تو جیوه و اینا برعکس میذاشتش، میکشیدش بالا، میدید جیوه از یه ارتفاعی بالاتر نرفته و بعد بر اساس اصل همترازی میگفت فشار اینور یعنی فشار هوا با فشار مایعی که داخل لوله است برابره. کتاب برگشته گفته آزمایش در حالت استاندارد باید بالاش چی باشه بچه‌ها؟ بالاش یه مقدار خالی باشه و وقتی هم که خالی باشه ما فشارش رو 0 در نظر میگیریم و میتونیم به راحتی با P0 مساوی است با رو جی اچ فشار هوا رو به دست بیاریم. چرا از جیوه استفاده کرد؟ چون جیوه چگالیش زیاده. اگه آب میذاش لوله‌اش به جا مثلا 70 80 سانتی متر به 12 13 متر میرسه. اینم یه نکته. ولی اینجا اومدیم براتون سخت‌ترش کردیم. چیکار کردیم؟ اومدیم بالاشو بستیم. یعنی ماده به انتهاش رسیده و خود سوال برگشته گفته اگه حد اکثر فشار قابل تحملش 27200 پاسکال باشه من این لوله رو تا چه ارتفاعی میتونم ببرم تا چی بشه؟ تا نشکنه. بریم ببینیم این الان چطوری حل میشه. بچه‌ها نگاه کنید ما بازم باید اینجا اصل همترازی رو برای این دوتا نقطه بنویسیم. یعنی بگم الان P0 من مساوی است با رو جی اچ به علاوه اون P1 که بچه‌ها P1 میشه فشار این قسمت. اینجا بنویسم P1. خب چطور میشه الان حسابش کرد؟ بچه‌ها ببینید اولندش اینجا جیوه است. خب خیلی راحت میشه سانتی متر جیوه به دستش آورد و خود سوالم برگشته چیکار کرده؟ بچه‌ها خود سوالم برگشته این بار بهتون گفته P0 10 به توان 5 پاسکال رو بگیر 76 سانتی متر جیوه. خودش داره غیر مستقیم میگه بیا اینجا واحدات و سانتی متر جیوه بذار کار خودت راحت تر میشه. فقط یه مسئله که میمونه اینه که خب حالا من اگه بیام اینجا سانتی متر جیوه بذارم این 27200 چقدر میشه؟ بچه‌ها میایم تبدیلش میکنیم. پس بیام اول 27200 پاسکال رو به سانتی متر جیوه تبدیل کنم. برای تبدیل کردنش مینویسم P مساوی است با رو جی اچ. این میشه چقدر؟ این میشه 27200 مساوی است با چگالی جیوه 13.6 در 10 به توان 3 ضرب در گرانش 10 ضرب در h. اینو که حسابش بکنیم میبینیم h میشه چقدر بچه‌ها؟ h میشود 0.2 یا 20 سانتی متر. پس فشاری که لوله میتونه تحمل کنه از نظر جیوه 20 از نظر عدد سانتی متر جیوه 20 سانتی متر. پس در نتیجه من برای این قسمت یعنی برای P1 که میام مینویسم 20 سانتی متر به علاوه فشار مایع مساوی است با فشار هوا که چقدر بچه‌ها؟ فشار هوا هم شده 76 سانتی متر جیوه. دیگه الان همه واحدامون چی شد؟ همه واحدامون بر حسب سانتی متر جیوه شد. پس در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ یک کم بکنیم به راحتی ارتفاع مایع به دست میاد. الان 20 بیاد اینور از این 76 تا کم بشه فشار مایع شما
میشود 76 منهای 20 یعنی 56 سانتی متر جیوه، که چون خود این ماده جیوه است پس در نتیجه ارتفاعی که میتونه تحمل کنه چقدر بچه‌ها؟ همین اینور بنویسمش، همین 56 سانتی متر و همین راحتی تونستیم این سوالو هم حل کنیم. خب بریم سراغ سوال بعدی. خب بچه‌ها سوال بعدی وقتی که نگاش میکنیم میبینیم برگشته گفته که در شکل مقابل یک شارع آرمانی در حال حرکت. خب شارع آرمانی چه ویژگی داشت بچه‌ها؟ شرطش این بود که گران روی نداشته باشه، حرکتش پایا باشه، استحکاک داخلی و اینا نداشته باشه. گفته در مورد یک شارع آرمانی کدام گزینه نادرست است؟ چرا؟ 4 تا گزینه داده، گفته بیایم بررسی بکنیم ببینیم کدومشون نادرسته. من از اولی شروع میکنم. گفته که چگالی شارع در طول مسیر افزایش می‌یابد. خب همین اولی غلط شد. ببینید شارع آرمانی تراکم پذیر نیست، بنابراین شما وقتی از اینجا میفرستیش اینجا چگالیش هیچ تغییری نمیکنه. پس استاد این خطا چرا اومدن کوچیک‌تر و فشرده‌تر شدن؟ بچه‌ها این خطا که به معنی چگالی نیستن، این خطا نشون دهنده جریان هستن. داره میگه جریان‌ها سریعتر شدن چون به هم دیگه نزدیک‌تر شدن. پس همین اولی میشود غلط. چرا؟ چون باید بگیم چگالی در طول مسیر چیه بچه‌ها؟ ثابت است. چگالی در طول مسیر ثابت است و هیچ تغییری نمیکنه و با همین حساب بقیه همه درستن. یعنی چی؟ یعنی آهنگ جریان در طول مسیر ثابته. بله بچه‌ها، آهنگ جریان یا همون حاصل آوی دقت کنید برای تو کل مسیر چیه؟ ثابته. برای همین شما میتونی بنویسی A1 V1 مساوی است با A2 V2 که بهش میگیم معادله پیوستگی. بذار همینجا الان بهتون بگم. نگاه کنید اگه بهتون در مورد شعاع داده بود میگیم R1 به توان 2 V1 مساوی است با R2 به توان 2 V2. اون پیا از طرفین خط میخورن تو محاسبه سرعت و اینا، پیا از طرفین خط میخوره، فقط باید R ها رو به توان 2 برسونیم. و قسمت سومی گفته فشار در قسمت B کمتر از AM. بچه‌ها نگاه کنید هر چقدر مسیر فشرده تر میشه، چون سرعت حرکت بالاتر میره افزایش پیدا میکنه، بنا به اصل برنولی فشار جانبی هم کمتر میشه. دقیقاً این رانندگیه. شما وقتی داری با سرعت زیاد حرکت میکنی حواست فقط باید به سمت روبرو باشه، نمیتونی چپ و راست تو سرعت زیاد نگاه کنی. ولی اگه سرعتت کم باشه میتونی اینور رو نگاه کنی، میتونی اونور رو نگاه کنی، از مناظر لذت ببری. و سوال دومی گفته تندی اشاره در قسمت A کمتر از B که باز اینم کاملا درسته. دقت کنید بچه هر چقدر مادهتون ضخیم‌تر باشه، مثلا من 10 لیتری که میفرستم اینجا اینقدر اشغال میکنه، ولی 10 لیتر وقتی میخواد بیاد اینجا اینقدر اشغال میکنه. چرا؟ چون مسیر کوچیک‌تر شده، در نتیجه با سرعت بیشتری و طول بیشتری حرکت میکنه. پس دیدیم اینجا کدوم گزینه نادرست بود؟ گزینه 1. بقیه موارد همشون درست بودن. حالا بریم سراغ قول فصل 2. سوال ترکیبی از هرچی تا حالا خوندیم. فشار مایع و فشار گاز و لوله های یوشک، اونم تازه 2 تا تو هم دیگه. ببینیم این قول رو چطوری میشه حل کرد. برگشته گفته فشار مخزن بی معادل 113.6 کیلو پاسکاله و فشار هوا هم همون 100 کیلو پاسکالی که توی اول امتحان بهتون گفته شده 10 به توان 5 پاسکال. قسمت الف چگالی مایع مجهول رو به دست بیار. من چطور میتونم چگالی این مایع رو به دست بیارم؟ با استفاده از اصل همترازی. یعنی بیام بگم چی؟ بیام بگم فشار این نقطه با فشار این نقطه چیه؟ برابره. کی داره اینجا فشار میسازه؟ رو جی اچ به علاوه پی صفر. پی صفر بعد شد. کی داره این قسمت فشار میسازه؟ بچه تنها عبارتی که اینجا داره فشار میسازه چیه؟ فشار مخزن بیه. پس من مینویسم پی B مساوی است با رو جی اچ. خب پی بی چقدره؟ بچه طبق گفته خود سوال فشار B میشود 113.6 کیلو پاسکال مساوی است با چگالی مایع که میخوام به دست بیارم، گرانش که 10، ارتفاع هم 68 سانتی متر، مینویسم 68 صدم به علاوه پی صفر که 100 کیلو پاسکال. ببخشید آخرش دیگه برام خورد. 100 کیلو پاسکال. خیلی نباید بریم این گوشه ها بنویسیم. این از این داستان.
100 کیلو پاسکال. خب چیکار میکنم بچه؟ اول 100 کیلو پاسکال از این ور ببریم اون ور، از اون 113 و 6 کمش کنیم، چون اینجا چی شده؟ چون اینجا الان جمع شده، وقتی میاد این ور کم میشه. خب 113 و 6 منهای 100 میشه 13 و 6 ضرب در دیگه کیلو رو آزادش میکنم 10 به توان 3 پاسکال مساوی است با چگالی مایع مجهول من ضرب در 6 و 8. بچه ها 10 ضرب در 68 صدم یه ممیزش رو میبره جلو، میشه 6 و 8. حالا باید چیکار کنم؟ حالا تنها کاری که باید انجام بدم این عبارت که اینجا چی شده ضرب شده رو بیارم اینور، چیکارش کنم؟ تقسیمش کنم. نتیجه میگیرم که چگالی من در نهایت 13 و 6 تقسیم بر 66 و 8 میشود 2 ضرب در 10 به توان 3 کیلوگرم بر متر مکعب. آفرین. به همین راحتی تونستیم چیکار بکنیم؟ چگالی مایع مجهول B رو به دست بیاریم. ولی خب این تازه لول اول سوال ما بود. قسمت آسون. قسمت سختش چیه؟ قسمت سختش برگشته گفته که فشار پیمانه‌ای مخزن A را به دست بیاریم تازه بر حسب سانتیمتر جیوه. استاد فشار پیمانه‌ای چیه بچه‌ها؟ فشار پیمانه یعنی اختلاف فشار اون ماده نسبت به فشار هوا. پس من الان باید ببینم فشار اینجا چنده، بعد بیام فشار هوا رو ازش کم بکنم. خب قطعا لول سختی میشه حل کردن این سوال، اونم تازه چی؟ در نهایت باید به سانتیمتر جیوه تبدیلش کنم. ولی بیاین ببینید من این سوال رو چطور خلاقانه براتون حل میکنم. اول میام اختلاف فشار مخزن A و مخزن B رو به دست میارم، یعنی میگم فشار مخزن A منهای فشار مخزن B میشود چقدر؟ بچه‌ها نگاه کنید، بین A و B یک لوله یو شکل حاوی جیوه است. ارتفاع جیوه چقدره؟ 50 سانتی متره. پس قطعا فشار مخزن A به اندازه 50 سانتی متر از مخزن B چیه بچه‌ها؟ بیشتره. چرا؟ چون مخزن A هولش بذار جهت خودش رو بگم، آره هولش داده اومده سمت B. مثل دو نفر که دارن یه چیزو هول میدن، بعد مثلا این اومده اینوری رفته، پس در نتیجه زور اینوری چی بوده؟ بیشتر بوده. الان هم چون مخزن A تونسته B رو هول بده، پس مخزن A از B بیشتره. چقدر؟ به اندازه همین 50 سانتی متر جیوه‌ای که اینجا نوشته شده. حالا پارت دوم بچه‌ها باید چیکار کنم؟ بچه‌ها برای پارت دوم میام اختلاف فشار مخزن B رو با P0 هوا به دست میارم که اینجا چون مایع من مجهوله دیگه نمیتونم بگم مثلا 68 سانتی متر. بچه‌ها اول مایع مجهولمو باید به جیوه تبدیلش کنم. با چه روشی؟ با فرمول رو اچ مساوی است با رو اچ چه ماده؟ رو اچ ایشون، یعنی همین که چگالیش 2 بود، چون واحدم معادله دو طرف تعادلیه بچه‌ها واحداش مهم نیستن، همین می‌نویسم 2 ضرب در ارتفاع 68 سانتی متر. بازم یادآوری میکنم توی فیزیک فرمولایی که یه بار از دو طرف تکرار شده واحداشون مهم نیست، فقط باید یکسان و همواحد باشن. مساوی است با چگالی جیوه یعنی 13 و 6 ضرب در ارتفاعش که 2 ضرب در 68 میشه 136. 136 تقسیم بر 13 و 6 میشه چقدر بچه‌ها؟ میشود 10 تا. پس در نتیجه الان ارتفاع این اچ من میشود 10 سانتی متر جیوه. یعنی من میتونم به جای 68 سانتی متر ماده مجهول 10 سانتی متر جیوه بذارم بدون که فشار هیچ تفاوتی داشته باشن. پس در نتیجه فشار B نسبت به فشار هوا چقدر بیشتره بچه‌ها؟ صرفاً 10 سانتی متر جیوه از هوا بیشتره. حالا الان باید چی کار کنم؟ بچه‌ها الان توی این قسمت فقط و فقط تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که این دوتا رو با همدیگه جمع کنیم. چرا؟ چون وقتی من بیام این دوتا معادله رو با همدیگه جمع بکنم، ایشون و ایشون همدیگه رو از بین میبرن و مستقیم چی به دست میاد؟ فشار A منهای P0 که عملا همون فشار پیمانه‌ای مخزن A میشه. پس من اینجا ببخشید یه کوچولو من این سانتی متر جیوه رو پاک میکنم که جا باشه برای نوشتن کاملش. الان من این دوتا رو با هم دیگه جمع بزنم میشود چی؟ میشود فشار A منهای P0 مساوی است با 60 سانتی متر
جیوه. اینم از جواب قسمت آخرمون و به همین راحتی تونستیم یه سوال چنین عجیب غریبی رو حل بکنیم و فصل 2 تونم دیگه با حل این سوال به اتمام رسید. بریم ببینیم فصل‌های بعدی چه آشی برامون پختن. بریم سراغ اولین سوال از فصل سوممون، فصل کار و انرژی که خیلی داخلش مشکل دارن. قبل از هر چیز ما اومدیم اینجا براتون یه سوال ساده مروری از انواع انرژی‌ها گذاشتیم که بدونیم مثلا هر کدوم این انرژی‌هایی که میگیم چطوری به دست میاد و مربوط به چه حالتیه. قسمت اول برگشتیم خیلی ساده گفتیم انرژی وابسته به حرکت یک جسم چیه؟ خب جوابش میشه دی یا انرژی جنبشی. بچه انرژی جنبشی یا 1/2 mv2 به خاطر حرکت اجسام به وجود میاد. بچه درسته که من میگم عبارت ها مختلفی به کار بردم ولی همشون انرژی هم و واحد همشون چیه؟ واحد همشون ژوله. قسمت دوم انرژی وابسته به مکان ذرات یک سامان. انرژی وابسته به مکان میشه انرژی پتانسیل. فقط حواستون باشه ذرات یک سامان. شما انرژی پتانسیل رو وقتی داری که 2-3 تا جسم داشته باشید. مثلا در مورد انرژی پتانسیل گرانش اون جسمتون رو نسبت به چی میسنجین؟ معمولا نسبت به زمین میسنجین. پس این یکی هم میشه انرژی پتانسیل یعنی قسمت A. بعدی مجموع انرژی های ذرات تشکیل دهنده و انرژی جنبشی و پتانسیل. اینو بچه‌ها زیاد با هم قاطی میکنن. بچه‌ها انرژی ذرات تشکیل دهنده بنا به گفته کتاب میشه چی؟ میشه انرژی درونی یعنی C. ولی مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل بازم بنا به تعریف کتاب میشه انرژی مکانیکی. پس اینم از اینجا خیلی راحت تونستیم این اصطلاحات رو به دست بیاریم. حواستون باشه من نکته در مورد انرژی مکانیک انرژی درونی بگم. بچه انرژی درونی معمولا نتیجه استحکاکه. یعنی خود کتابتون اکثر موارد گفته وقتی انرژی جسمی توسط استحکاک به انرژی درونی تبدیل میشه غیر قابل برگشت پذیره و به صورت گرما خودش رو نشون میده. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 15 گفته اگر برای افزایش سرعت یک محرک از حالت سکون به V 30 جول انرژی نیاز داشته باشیم برای افزایش سرعت آن از چقدر به چقدر؟ از 3V به 6V چقدر انرژی نیاز داریم؟ اولندش اینجا ترکیب چی؟ اینجا ترکیب کار و انرژی جنبشیه. چون ما میدونیم برای افزایش سرعت یک جسم باید روش چی انجام بشه؟ کار انجام بشه. و فرمولش چی میشه؟ بچه‌ها فرمولش اینه W مساوی است با 1/2 m V2 به توان 2 منهای V1 به توان 2. این دوشو من اینجا نذاشتم. این از اینجا. این میشه برای به دست آوردن کاری که یک جسم نیاز داره. حالا حواستون باشه بچه‌ها حتما اول سرعت‌ها رو به توان 2 برسونید بعد از همدیگه کم کنید. یه وقت اول کم نکنید به توان 2 برسونید جواب کاملا اشتباه در میاد. حالا بریم ببینیم از حالت سکون به V چقدر میشه. من اگر که اینو بیام V بذارم بچه‌ها یکی که بشه 0 تو این حالتش میشه چقدر؟ میشه 1/2 m V به توان 2 منهای 0. منهای 0 هم چون تو پرانتز هیچ تأثیری نداره پس 1/2 m V به توان 2 شده چقدر؟ شده 30 جول. حالا باید همین رو یه بار دیگه بنویسم ولی این بار برای سرعت 3V به 6V. پس در نتیجه می شود 1/2 m سرعت نهاییش 6V به توان 2 منهای 3V کلش به توان 2. بچه ها 6V به توان 2 میشه 36. 3V میشه 9. 9 رو از 36 کم بکنیم حاصلش میشه چقدر بچه ها؟ حاصلش میشه 27. پس در نتیجه من الان اینجا باید بنویسم چی؟ من الان اینجا باید بنویسم 1/2 m در 37 ببخشید 27 پاکش کنم اینو 27 V. باید این مقدارش رو به دست بیارم که خب همونطور که میدونید 1/2 mv2 سیه. حالا 1/2 m27v چقدر میشه؟ یعنی باید بیام چیکار کنم؟ از رنگ رو عوض کنم بهتر ببینید 27 تا 1/2 mv2 و طبق اون لول قبلی 1/2 mv2 میشه 30. پس من اینجا باید بگم 27 ضرب در 30 که جوابش میشه چقدر بچه‌ها؟ بچه‌ها میتونیم 27 تا الان من بگیرمش 3 ضرب در
9 3 تا میشه 300 تا. بعد دیگه اینطوری حسابش میکنیم چند میشه بچه‌ها. جواب نهایی من الان میشود 810 ژول. به همین راحتی تونستم اینم به دست بیارم. پس من یه بار دیگه توضیح بدم. اول حساب کردم از 0 به وی رسیدن چقدر انرژی میخواد که خودش گفته 30 تا. بعد حساب کردم از 3 وی به 6 وی رسیدن چقدر انرژی میخواد. با کدوم فرم؟ با فرمول رابطه کار و انرژی جنبشی که اینجا نوشتمش. اینم از این سوال. خب حالا بریم سراغ سوال بعدی. بچه‌ها سوال 16 برگشتیم بهتون گفتیم اگر سرعت یک متحرک 40% کم شود انرژی جنبشی آن چند درصد و چگونه تغییر میکنند؟ ترکیب چی؟ ترکیب درصد و تغییرات و نسبت. فرمول انرژی جنبشی چی بود؟ کا مساوی است با 1/2 mv2. کا مساوی است با 1/2 mv2. وقتی من بخوام نسبت و تغییرات و درصد رو به دست بیارم باید اینو دوبار بنویسم به همدیگه تقسیمش کنم و وقتی که تقسیم بشه این شکلی میشه. بچه‌ها میگیم k2 به k1 مساوی است با m2 به m1 v2 به v1 ولی به توان 2. استاد پس 1/2 کجا رفت بچه‌ها؟ تو نسبت نویسی سوالات و فرمولا اعداد ثابت حذف میشن. مثلا 1/2 امی که من اینجا دارم 1/2 چون عدد ثابت تو هر دو تا حالت حذف میشه. واحدها مهم نیستن. چرا؟ چون اگه تبدیل واحدم بنویسی اونا هم عبارت مساوی هستن و خط میخورن. در نتیجه الان اینجا میتونم خیلی راحت بنویسم چون جرم تغییر نکرده نسبت اما یکه ولی چون سرعت 40% کم شده من سرعت اولیه رو 100 فرض میکنم. سرعت دومی وقتی 40 تا کم میشه میشه 60. پس در نتیجه نسبت سرعت های من میشود 60 به روی 100 به توان 2. حالا باید چیکار کنم؟ حالا باید این توان 2 رو بگیرم. خب 60 به توان 2 میشه 36. 2 تا 0. 100 به توان 2 میشه 1 با 4 تا 0. 0 رو که بزنم جواب نهاییش بچه‌ها این شکلی در میاد. میشود چقدر؟ میشود 36 صدم. 36 صدم. حالا بعضیا میگن 36% شده. نه بچه‌ها سوال گفته چقدر تغییر کرده. الان مقدار جدید من شده 36%. پس مقدار اولی مقدار تغییراتش اگه من بخوام بنویسم دقت کنید باید بنویسم رنگ سبز بنویسمش اینجا 100 منهای 36 میشه چقدر بچه‌ها؟ میشود 64 درصد کم شده. حتما باید بگین 64% کم شده. این که فقط عدد رو بنویسی جوابگو نیست. سوال خیلی خوب و خفنی بود. خیلی هم ساده بود. علامت گذاری یادتون نره بچه‌ها. اما سوال 17 از اون سوالات کاری برگشته گفته اگر نیروی 100 نیوتن جسم رو از مکان A به B ببره چقدر کار انجام میده؟ بچه همونطور که میدونید برای محاسبه کار وقتی که مستقیم خود نیرو رو بهتون داده باید بنویسی چی؟ W مساوی است با FD کوسینوس تتا. من دیگه یکم بزرگتر بکشم. FD کوسینوس تتا. خب اینجا نیرو که مشخصه بریم سراغ به دست آوردن جابجایی. بچه‌ها جابجایی من الان اینجا 10 متر نیست 10 متر تغییرات ارتفاعه چون گفته از A میاد میره به B پس در نتیجه این میشود مقدار جابجایی بنده. مقدار جابجایی بنده اینجا. حالا من چطور میتونم به دستش بیارم؟ خود اول سوال ما بهتون گفتیم سینوس 30 درجه 1/2 یعنی ضلع مجاور زاویه 30 درجه نصف وتره. خب وقتی که الان اینجا شده 10 پس قطعا مقدار کلش چقدره بچه‌ها؟ مقدار کلش 20 متره. این سوال مثلثات نیست. اینو ذهنی هم انجام بدی ازت قبول میکننش. خیلی خب پس الان اینجا یه 20 متر داره میره بالا. نیرومون چقدره؟ 100 ضرب در بچه‌ها 20 ضرب در کوسینوس. الان اینجا میشه مسئله مهم به دست آوردن چی؟ اون زاویه. خب اصلا زاویه الان اینجا چند درجه است؟ بچه‌ها حواستون باشه اینجا زاویه رو نیاین 30 درجه بگیرین. آقا این کوسینوس تتا زاویه بین نیرو و جابجاییه. ببینید الان نیروت به این سمت جابجاییت هم به این سمت. این دوتا با همدیگه چی هستن؟ این دوتا با همدیگه موازی هستن. پس در نتیجه باید کوسینوس 0 درجه رو در نظر بگیرم. کوسینوس 0 درجه هم میشود چقدر؟ 1. پس ضرب در 1. 100 ضرب در 20 جواب اینجا میشود چقدر؟ 2000 ژول. به همین راحتی تونستیم جواب رو حساب. حالا تو سوال بعدی ما اومدیم بازم محاسبه نیرو رو خواستیم ولی به چه شکل؟ به شکل نیروها و جابجایی‌های
آی و ج. یعنی چی؟ ببینید گفتم نیروی برداری 15 آی به علاوه 25 جی به جسمی وارد می شود و به صورت 5 آی به علاوه 6 جی جابجا میشه. حالا کار نیرو چند جوله؟ بچه‌ها نگاه کنید توی اینطور حالت‌ها که بر حسب آی و جی داده، اول بهتون میگم آی یعنی راستای افق، یعنی مثلا آی مثبت یعنی در جهت مثبت ایکس ها، جی مثبت یعنی در جهت مثبت وای ها. این شکلیه. این جهت ها حتما یادتون باشه، باید حفظشون باشید. من وقتی میام نیروهامو به این شکل بهم میدن، می نویسم F مساوی است با 15 آی به علاوه 25 جی، جابجاییش رو هم زیر خودش می نویسم 5 آی به علاوه 6 جی. حالا چی کار میکنم؟ الان اینا رو ستونی در هم دیگه ضرب میکنم. چرا ستونی بهتون میگم. 15 ضرب در 5 بچه‌ها جوابش میشه چقدر؟ میشه 75 ژول به علاوه 25 ضرب در 6 میشود 150 ژول، مجموعش میشه چقدر؟ 225 ژول. اما واقعا ما چطور تونستیم اینو بنویسیم؟ بچه‌ها بذارید شبیه سازی مسئله رو براتون انجام بدم. ببینید اگه من این جسم من باشه، دوباره از همون رنگ‌ها استفاده کنم، 15 آی 25 جی، 15 نیوتن اینوری کشیدمش، 25 نیوتن اینوری کشیدمش و در خصوص جابجاییش جسم اومده 5 تا توی این راستا جابجا شده و از اون طرفم 6 تا توی این راستا. خب حالا خودمونیم بچه‌ها، به نظرتون نیروی 15 روی مسیر جابجایی عمود کاری انجام میده؟ نه. هر نیرو تو راستای خودش فقط کار انجام میده و چون بر هم دیگه عمودن از همدیگه چی هستن؟ مستقل هستن. یعنی الان این دوتا دارن با همدیگه کار میکنن، این دوتا هم با همدیگه کار میکنن و چون کار یک کمیت نرده‌ای و عددیه، وقتی کار هر دوتا مسیر رو محاسبه کردی فقط کافیه با همدیگه جمعش کنی. برای همینه من وقتی که اینو اینجا براتون نوشتم حاصل کارا رو به دست آوردم، بعدم با همدیگه جمعشون کردم. اینم از این سوال که خیلی نسبتاً راحت ولی مفهومی بود. اما در مورد سوال 19 پول و شاخ استکاکی، ببینیم این استکاک چی از جون ما میخواد. گفته جسمی به جرم 2 کیلوگرم از پایین سطح شیبداری پرتش میکنیم بالا، سطح شیبدار هم زاویه 30 درجه میسازه. اگه سرعت اولیه 5 متر بر ثانیه باشه و این جسم رو سطح شیبدار به اندازه 2 متر بره بالا و بعدش برگرده، کار نیرو استکاک رو توی این مسیر به دست بیارین. منظورش هم تو مسیر رفت و برگشت، بچه حواستون باشه. اول بذارید من یه شکل بکشم یکم کار خودم رو راحت تر بکنم. بچه ها ببینید یه سطح شیبدار برگشته بهتون داده با زاویه 30 درجه و گفته جسم من توی این سطح شیبدار 2 متر میره بالا. کار نیرو استکاک رو به دست بیارین وقتی میره بالا و برمیگرده. خب اگه من سرعت برگشتش رو داشتم، کلا یه لحظه دقت کنید بچه‌ها، کلا ما برای به دست آوردن WF یا W استکاک به شرطی که مثلا نیرو خارجی نداشته باشیم، نیرو خارجی رو حتما باید بیایم از قضیه کار و انرژی جنبشی بنویسیم، ولی اگه نیرو خارجی نداشته باشیم خیلی راحت میتونم بنویسم E2 منهای E1 بهم کار نیروی استکاک رو بهم میده. خب این E1 من که مشخص نقطه شروع پرتاب منه، سرعتش هم بهم داده، ولی E2 رو کجا بگیرم؟ بچه‌ها اگه من E2 رو نقطه برگشتی در نظر بگیرم یه مشکل دارم. من نمیدونم با چه سرعتی برگشته، فقط میدونم تا چه ارتفاعی تا چه فاصله‌ای رفته. پس من درسته این جسم من میره بالا و بعد تو مسیرش برمیگرده به سمت پایین، ولی مجبورم اینجا رو E1 در نظر بگیرم، اینجا رو E2 در نظر بگیرم. چرا؟ چون هیچ اطلاعاتی در مورد برگشتش ندارم، فقط میدونم تا چه ارتفاعی رفته بالا، فقط انرژی وسط مسیرش رو میتونم به دست بیارم. پس در نتیجه باید بنویسم E2 میشه K2 به علاوه U2 کلن منهای K1 به علاوه U1 که خب همین الان مشخصه یه سری عبارت‌ها قرار خط بخورن. چرا؟ چون وقتی جسمت میره بالا و بعد برمیگرده انرژی جنبشیش صفره که تغییر جهت داده. شما وقتی تغییر جهت همین الان من اینو پرتش کنم بالا بیاد پایین، تو نقطه اوجش سرعتش صفر میشه، پس انرژی جنبشیش صفر. این از این قسمت. و وقتی هم برمیگرده پایین یعنی نقطه پایینیه، چیش صفره بچه‌ها؟ یوش صفر. این از این داستان. چون رو سطح زمین من ببینم تا کجا دستم میاد. بله اینجا اگه من سطح زمین فرضش بکنم چه اتفاقی میفته؟ اینجا انرژی پتانسیلش صفره. حالا میایم حسابش میکنیم ببینیم این mgh اولیه چقدر میشه. mgh منهای 1/2 mv2.
h چقدره؟ بعضیا می‌نویسن 2. نه بچه‌ها، h یعنی اختلاف ارتفاع و چون زاویه 30 درجه همون نقطه قبلی سینوس 30 درجه 1/2، پس در نتیجه اینجا میشه چقدر؟ اینجا میشود 1 متر. جسمم 2 کیلوگرمه، 2 ضرب در 10 ضرب در 1 منهای 1/2 در 5 به توان 2، چون خودش گفته با سرعت 5 متر بر ثانیه من پرتش میکنم میره بالا. 2 10 تا 20 تا 20 منهای 25 بچه‌ها میشود چقدر؟ -5. استاد چرا منفی در اومد؟ خب مشخصه تو خواستی کار نیروی استکاک رو به دست بیاری و کار نیروی استکاک چیه بچه‌ها؟ یک عبارت منفیه. آقا یه لحظه همینجوری رو بگم، استکاک میتونه در جهت حرکت باشه، ولی همه کارهای استکاکی که شما داری توی دبیرستان بررسی میکنی چی هستن؟ منفی هستن. خیلی خوب، این شد -5. ولی -5 آیا جوابه؟ نه، چون -5 فقط برای مسیر رفتشه، ایشون همین مسیر رو هم برگشته، پس در واقع 2 تا -5 میشه کار نیرو استکاکمون، که در نتیجه جواب نهاییمون باید بگیم چقدر میشه؟ 2 در -5 که میشود -10. پس کار نیرو استکاک من الان اینجا کلا شد چقدر؟ کلا شد تو مسیر رفت -5 برگشتم -5، در کل چقدر؟ -10 تا. حالا بهتون پیشنهاد میکنم پاشیم بیاین از همین اصل دوباره استفاده کنی، حالا که کار نیرو استکاک رو به دست آوردیم و سرعت نهاییش رو به دست بیاریم. یعنی ببینیم من با سرعت 5 تا پرتش کردم بالا، با چه سرعتی برمیگرده و میاد به سمت پایین. اینم به نظرم تمرین خوبی میتونه الان برای این سوال باشه. اما در مورد سوال 20 بچه‌ها نگاه کنید، تو سوال 20 برگشته چی گفته؟ تو سوال 20 برگشته گفته که یک گلوله رو از این نقطه به سمت پایین پرتاب میکنیم، از این سمت تا چه ارتفاعی حداکثر میره بالا. خب بعضیا ممکنه بگن همون 3 متر رو میره بالا. نه بچه‌ها، 3 متر در صورتی درست بود که من این سمت رهاش کنم، ببینم تو تصویر هست، آره، من این سمت رهاش کنم و بعد بره پایین دوباره همون سمتم تا همون قد میاد بالا، البته به شرطی که استکاک نباشه. خب وقتی من این برو بیام با یه سرعتی پرتش کنم، خب قطعا اونورم تا ارتفاعات بیشتری رو میره بالا. پس اینجا من نمیتونم بگم همینجا میره بالا. حالا چطور میتونم بفهمم چقدره؟ آقا اگه من این نقطه رو A بگیرم، این نقطه رو B بگیرم، باید مثل همیشه بگم A مساوی است با انرژی B. پایستگی انرژی نه به وجود میاد و نه از بین میره. حالا انرژی تو نقطه A چقدره بچه‌ها؟ میشود mgh به علاوه 1/2 mv2. اینا همشون برای نقطه A. حالا برای نقطه B هم چی میگم؟ mgh به علاوه 1/2 mv2. حالا باید یه تحلیل بزنیم. اولش میشه جرما رو خطشون زد. خب من فعلا با این کاری ندارم، این دیفالت این بچه‌هاییه که دارن این ویدیو رو میبینن این نکته رو میدونن. ولی من از کجا بفهمم که سرعت تو نقطه بالا چقدره؟ بچه‌ها شما بازم وقتی یه جسمی رو پرتاب میکنی بالا، هر چقدر میره بالاتر هی سرعتش کمتر میشه تا اینکه دوباره تو نقطه اوج متوقف میشه و برمیگرده پایین. پس وقتی سوال بهت گفته حد اکثر تا چه ارتفاعی میره بالا، تو باید بالاترین ارتفاع یعنی سرعت 0 رو براش در نظر بگیری. پس من میتونم بگم تو نقطه B من انرژی جنبشی ندارم. خیلی راحت تر شد. حالا بریم سراغ عددگذاری ها. همه ام هامون هم چی میشن بچه‌ها؟ از طرف اینا خط میخورن. بریم ببینیم چطور میشه حلش کرد. گرانش 10 ضرب در 3 به علاوه 1/2 4 به توان 2. بچه‌ها درسته به سمت پایین پرتش کرده، ولی از اونجایی که انرژی جنبشی جهت نداره فرقی نداره، فقط عددشو بنداز تو معادله. این از اینجا مساوی است با 10h به علاوه 0 که دیگه کاری باش ندارم. بچه‌ها 10 3 تا میشه 30 تا، این میشه 16 8، پس این سمت میشود چقدر؟ 38 تا. نگاه کنید، 10 3 تا 30 تا، 4 به توان 2 16 تقسیم بر 2 8، پس این بر میشه 38 مساوی است با 10h. نتیجه چی میگیرم؟ نتیجه میگیرم که h الان میشه 38 تقسیم بر 10 یا 3.8. پس در نتیجه از این سمت تا حد اکثر ارتفاعی که میره بالا میشود 3.8 متر، یا در واقع 8 از ارتفاع 8 متر یا 80 سانتی متر از ارتفاع A میره بالاتر. بچه بریم سراغ سوال 21. یک سوال که خیلی مورد علاقه حتی طراحای کنکور هم هست. یعنی ما الان چند ساله داریم این سوالات واحد SI و چیزا رو برای فرمولای مختلفمون میبینیم. گفته
واحد توان را بر حسب یکاهای SI به دست بیار. حالا ممکنه سوال بگه استاد تو چرا نیومدی بقیه چیزا مثلا کار و انرژی و فشار و این چیزا رو بخوای بگی؟ بچه اکثر اینا تو همون جدول معروف فصل یکتون وجود داره. من پیشنهاد میکنم توان رو یاد بگیرید، چون توان هیچ جا بهش اشاره نشده توی کتاب. برای به دست آوردن یکاهای SI یه فرمول شما اول بیای خودش رو بنویس. من الان میگم توان میشه چی بچه ها؟ میشود کار یا انرژی تقسیم بر زمان. فارسی هم نوشتم که متوجه بشم بچه ها، فارسی هم هیچ اشکالی نداره. حالا میگردیم دنبال ساده ترین عبارت ها، فرمولایی که اینو بگه. بچه ها ساده ترین فرمولی که کار یا انرژی رو بهمون میده چیه؟ انرژی جنبشیه. مینویسمش چیه بچه ها؟ 1/2 mv2 و زمانم که دیگه میدونید باید حتما بر حسب ثانیه باشه. حالا اگر هم میخوایم فعلا من این مرحله نمادش تی رو میذارم که بعد مرحله بعدی واحد گذاری انجام بدم. حالا میام یکاهاشون رو قرار میدم. بچه نگاه کنید، یکای زمان تو فیزیک حتما باید ثانیه باشه. یکای جرم چی؟ یکای جرم حتما باید کیلوگرم باشه، چون SI جرم کیلوگرمه. اصلا 1/2 چی؟ بچه توی این روش اعداد ثابت و نسبت‌های مثلثات هیچ تأثیری ندارن. یعنی من نیازی است بنویسمش، این 1/2 عدد ثابته نمی‌نویسمش. ولی سرعت واحدش چیه بچه‌ها؟ سرعت واحدش متر بر ثانیه است، اما به توان 2 رسیده. پس منم حتما باید به توان 2 برسونم. پس بچه‌ها توان‌ها مهمن ولی ذرایع با اعداد ثابت مهم نیستن. حالا میام بازش میکنم. خب m به توان 2 میرسه، s به توان 2 میرسه، این s پایینم میاد کمکش، در نتیجه میشود کیلوگرم m2 بر s به توان 3 و همین راحتی تونستیم به دستش بیاریم. این یکی هم واحد بچه ژول میشه. اگه وقت بهتون گفته بود ژول، این میشه جوابش. بریم سراغ سوال بعدی. یه سوال ترکیبی توان بازده. برگشته چی گفته؟ برگشته گفته یک پمپ آب در هر ساعت 252 تن آب و 12 متر میکشه بالا. اگه بازدهش 80% باشه ورودیش چقدره؟ ورودیش چند کیلوواته؟ اولندش این قسمت میشه قسمت کاری. وقتی شما آبی رو میکشی بالا، من در واقع اینجا باید بنویسم توان مفید. این از این داستان. توان مفید من به این شکله. بیام اول توان مفیدش رو حساب کنیم. بچه‌ها توان مفید اینجا از نوع چیه؟ چون جسم رو کشونده بالا، از نوع mgh. اگه بهش گفت بهش سرعت میدیم، خب 1/2 mv2. اگه هم میکشید بالا هم سرعت میداد، mgh به علاوه 1/2 mv2. ولی الان اینجا فقط از نوع mgh تقسیم بر t. خب من عدداشو بذار این قسمت بذارم. 250 چون گفته تن ضرب در 10 به توان 3 ضرب در گرانش 10 ضرب در ارتفاع 12 تقسیم بر مدت زمان 1 ساعت. پس می نویسم 3600 ثانیه. اینو حسابش بکنم بچه‌ها میشه چقدر؟ یه ساده سازی اینا انجام بدیم. من گفتم فعلا موضوع بحث امروز من محاسبات نیست، اینو ماشین حساب بهتون انجام میده. تو امتحان نهایی هم هیچ مشکلی برای ماشین حساب نداریم. حتما هم با خودتون ببرین بچه‌ها. اینو من بخوام انجام بدم عددش میشود 8400 وات یا همون دبلیو خودمون. ولی این چیه؟ این توان مفیده. من اینجا بکشم. بله این توان مفیده است. سوال ازتون توان ورودیه رو خواسته، اون کل مصرفیه رو خواسته. پس الان باید بیام تعریف راندمان رو بنویسم. بچه‌ها نگاه کنید، راندمان یا بازده میشه اون کار یا انرژی مفید تقسیم بر کل. خب راندمان اینجا چقدره بچه‌ها؟ 80%. من می‌نویسم 80%. کجا خودش ببین گفته 80%. مساوی است با 8400 وات تقسیم بر توان کل یا توان مصرفی یا کل توان ورودیمون. خب بازم دوباره طرف این وسط این انجام بدیم. توانمون میشه چقدر؟ یه رنگ دیگه بنویسمش. بله میشود 10500 وات یا معادل 10^-نیم کیلووات. این هم به همین سادگی تونستیم اینو به دستش بیاریم. مثل همیشه یادتون نره که دور جواب نهاییتون چی بکشیم بچه‌ها؟ یه دونه خط بکشیم. اما سوال 23 ببینیم 23 چه از جون ما خواسته. گفته دو تا ماشین AB به صورت جداگانه در حال کار با یک منبع انرژی محدود هستن. یعنی من دو تا ماشین A و B دارم و هر کدومش یه منبع انرژی یکسان و جدا از هم دیگه دادم و بهشون گفتم چی؟ گفتم بیاین با این کار کنید.
و اگه توان A بیشتر از B باشه ولی بازدهی B بیشتر از A باشه، قسمت اول کدام ماشین کار بیشتری انجام میده؟ بچه‌ها برای اینکه من ببینم هر ماشین چقدر داره کار انجام میده باید به بازده ها دقت کنم. مثلا من میگم بازده A 60%، بازده B که دقت کنیم بله ببینید بازده B بیشتره اون میشه 80%. خب من اگه به همشون یه انرژی بدم A فقط 6 تاشو کار میکنه ولی اون یکی 8 تاشو کار میکنه. پس ماشینی که بازدهش بیشتر باشه کار بیشتری هم انجام میده. در نتیجه قسمت اولی که بیشتر کار انجام میده میشود چی بچه‌ها؟ میشود B. چرا؟ چون راندمانش بیشتره پس کار بیشتری انجام میده. ولی قسمت بعدی گفته کدوم ماشین زودتر از کار میافتد. بچه‌ها نگاه کنید P مساوی است با انرژی تقسیم بر اون مدت زمان. هر چقدر توان من بره بالاتر چون زمان اینجا تو مخرجه میاد پایینتر، پس در نتیجه ماشینی زودتر از کار میفته که توان بیشتری داشته باشه، یعنی سرعت مصرف انرژیش چی باشه؟ بیشتر باشه. خب الان کی سرعت مصرفش بیشتره بچه‌ها؟ جواب میشود این قسمت میشود A. چرا؟ چون A توان بیشتری داره، سریعتر داره غذاشو میخوره، پس در نتیجه غذاش زودتر تموم میشه. اینم از این داستان. و دیگه اینطوریه که ما میتونیم بگیم که بالاخره فصل 3 رو هم تموم کردیم، بریم با هم دیگه پرقدرت سراغ فصل بعدی. بریم سراغ اولین سوال از فصل 4 که اومده. یک متن بهتون داده، متن زیر که در مورد دماسنج ترموکوبل است. خب ما به قول بچه‌ها دماسنج ترموکوپل. جای خالی ها با عبارت مناسب تکمیل کنید. در ادامه اون سوال ساده هامون این سوال این تیپیه که یه متن بهتون داده و ازتون میخواد اون کلمه تو پرانتز رو انتخاب کنی و به ترتیب همین شماره‌ای که ایشون نوشته منتقلش کنی به کجا بچه‌ها؟ منتقلش کنی به پاسخ برگت. بریم ببینیم چی گفته. گفته این دماسنج یعنی همون ترموکوبلمون جزو دماسنج‌های معیار است یا نیست؟ که میدونید جواب میشه نیست. بچه کتابتون گفته قبلا جزو دماسنج معیار بوده، الان دیگه نیست. کمیت دماسنجی آن ولتاژ یا جریانی که میدونیم ولتاژ هر دماسنجی برای اینکه بتونه دما رو بهتون بگه باید یکی از ویژگی‌هاش تغییر بکنه و در مورد دماسنج ترموکوب این ویژگی ولتاژه. تو دماسنج‌های گازی، تو دماسنج‌های جیوه‌ای و الکلی حجم و ارتفاع اون مایتونه. تو دماسنج‌های تابشی هم چیه بچه‌ها؟ شدت تابشیه که جسم داره. حالا شدت تابش مال آخر فصل بهش میرسیم. گسترده دماسنجی ها به جنس سیم‌های آن بستگی دارد یا ندارد؟ خب بله کاملا بستگی داره، چون اگر که سیم‌های شما نازک باشه زود ذوب میشه از بین میره، ولی اگه سیماتون ضخیم باشه جنسش مقاوم باشه در برابر گرما میتونه تا دماهای زیاد رو هم اندازه‌گیری کنه. قسمت بعدیش علت رسیدن سریع آن به تعادل گرمایی جرم کمشه یا ظرفیت گرمایی کم؟ بازم بنا به گفته کتاب جرمه، چون جرم اون نقطه اتصالیش کوچیکه خیلی سریع میتونه با محیطش همدما بشه. یه ویژگی دیگه هم که در موردش کتاب گفته و تاکید داره اینه که چون داره ولتاژ میده میتونی مستقیم به مدارهای الکتریکی وصلش کنی، پس دماسنج خیلی خوبیه، ولی مشکلش اینه که دقتش کمه و جزء معیارها حساب نمیشه. بریم سراغ سوال بعدی که تو سوال بعدی برگشتیم بهتون گفتیم شکل مقابل یک دماسنج کمینه و بیشینه است. دماسنج کمینه بیشینه چیکار میکنه بچه‌ها؟ دماسنج کمینه بیشینه کمترین دمای محیط و بیشترین دمای محیط رو تو خودش نگه میداره، یادش میمونه. چطور یادش میمونه؟ با این دوتا شاخص فولادی که اینجا گذاشته. حالا من شکلش رو زوم کردم. این سوال ازتون چند تا نکته میخواد. قسمت اولش اینه که بگی آقا جان اینجا الان دما چند درجه است. خب برای اینکه تشخیص بدم دما چند درجه است باید ببینم شاخص جیوم کجا قرار گرفته. بچه‌ها نگاه کنید شاخص جیوه هم اینجا 20 هم اینجا 20. در واقع هر دو طرفش همیشه باید یه عدد باشه و اون چیزی که تو دو طرف یه عدده، پس الان اینجا دمای من میشود چقدر؟ میشود 20 درجه. ولی گفته بر حسب کلوین بگو. خب من چطور میتونم درجه رو به کلوین تبدیل کنم؟ به علاوه 273. یعنی من می‌نویسم K مساوی است با 273 به علاوه تتا. خود کتابتون گفته اون 15 صدمش رو در نظر نگیرین. خب 273 به علاوه 20 می شود 293 کلوین. این از این قسمت. حالا قسمت دوم چی گفته؟ قسمت دوم گفته اختلاف حد اکثر و حداقل دمای محیط چند درجه فارنهایت است. اینو من با رنگ قرمز دیگه بیام براتون حلش کنم.
بچه‌ها من چطور میتونم توی دماسنج کمینه بیشینه کمترین و بیشترین دما رو نگاه کنم؟ به این شاخص‌های فولادی دقت کنید. پایین ترین قسمتشون همیشه بهتون دما رو داره نشون میده. پس در واقع الان کمترین دمایی که اینجا ثبت کرده، ببین 10 صفر نگینا 10 و بیشترین دمایی که ثبت کرده 30. در نتیجه الان اختلاف دمای کمترین و بیشترین من میشود 30 منهای 10 میشود 20 درجه سانتیگراد، ولی گفته بر حسب کلوین. حالا نگاه کنید بچه‌ها، فرمول کلوین این بود، ببخشید فرمول فارنهایت این بود، F مساوی است با 9 پنجم تتا به علاوه 32. ولی این برای خود دمای، وقتی من میخوام اختلاف دما رو در نظر بگیرم باید این دوتا رو دوباره از هم کم کنم، 32 هم دیگر رو خط میزنم. پس در نتیجه دلتا F مساوی است با 9 پنجم دلتا تتا، نمیدونم چرا 9 پنجم، بله دلتا تتا. خب 9 پنجم 20 درجه سانتیگراد میشه 4 9 تا 36 تا. پس الان اختلاف من میشود 36 درجه فارنهایت به همین راحتی. بریم سراغ سوال بعدی. یک سوال فوق قشنگ از کدوم مبحث؟ از مبحث انبساط‌های طولی. بریم ببینیم این سوال از جون ما چی میخواد. گفته با توجه به نمودار نسبت آلفای 1 به آلفای 2 رو چیکار کنید بچه‌ها؟ پاشین بیاین حساب بکنید. کدوم نمودار؟ این نمودار طول بر حسب دما. بچه‌ها میبینید هر چقدر دما بیشتر شده طول اینا هم افزایش پیدا کرده. چرا؟ چون میدونیم افزایش دما باعث افزایش جنب و جوش مولکول‌های ماده میشه، در نتیجه افزایش حجم به صورت طولی، سطحی و حجمی وجود میاد و چگالیشون هم کمتر میشه. بریم ببینیم فرمولش رو. بچه‌ها اگه یادتون باشه فرمول تغییرات طول دلتا ال مساوی است با L1 یعنی طول اولیه آلفا دلتا تتا. این از این داستان. حالا من که نسبت میخوام اینو برای دو تا نمودار میذارم و به هم دیگه تقسیمشون میکنم. پس در نتیجه معادله من میشه دلتا L1 به دلتا L2 یعنی تغییر طول جسم شماره 1 به تغییر طول جسم شماره 2 می شود L1 به L2. بچه من لازم منظورم از L1 L2 بگم. L1 در کل منظورم طول اولیه است. فقط مسئله اینه که طول اولیه جسم 1 میشه 10 تا، طول اولیه جسم 2 می شود 20 تا. ضرب در آلفای 1 به آلفای 2 ضرب در اختلاف دماها یعنی تغییرات دماهایی که داشتن. این از این داستان. حالا من یکم کش کنم. بله بهتر شد. خب تغییرات طول چقدر بچه؟ همونطور که میبینید تغییرات طول اولیه‌مون اومده از عدد 10 رسیده به عدد 25. پس میشه چقدر بچه؟ میشه 15 تا. بعد دومی چقدر؟ از 20 رسیده به 25. پس میشه 5 تا. طول اولیه L1 10، طول اولیه L2 20. پس اینجا نسبتش میشود 10 بیستم ضرب در آلفای 1 به آلفای 2 ضرب در اختلاف دما که چون هر دوتاشون از یه جا به یه جا رسیدن نسبت اختلاف دماهاش میشه چقدر؟ نسبت اختلاف دماهاشون میشود یکی. هر دوتاشون از یه دما به یه دما رسیدن پس اختلاف دماش میشه چقدر بچه‌ها؟ میشود یکی. حالا دیگه خیلی راحت آقا نسبت این میشود 3 تا، نسبت اینم 10 به 20 هم میشود 1/2. 1/2 بیاد اینجا ضرب میشه، پس 2 ضرب در 6 3 میشود 6 میشود نسبت آلفای 1 به آلفای 2. به همین راحتی. اینم از این سوال. پس بچه‌ها حواستون باشه برای به دست آوردن تغییرات طول از این فرمول استفاده میکنیم و چون اینجا دو تا فرمول و دو تا نمودار بهتون داده دوبار می‌نویسیدش و از به هم دیگه تقسیمشون میکنید. حالا سوال بعدی که باز هم از مجموعه مباحث انبساط‌های، ولی این بار من اومدم بهتون گفتم انبساط سطحی. ببینید بهتون یه دونه سطح رو دادم و ازتون خواستم که چیکار کنید؟ ازتون خواستم که بیان این سطح رو بررسیش بکنید. بچه‌ها ببینید وقتی ما در مورد سطح صحبت میکنیم، اگه تو سوال قبلی من نوشتم دلتا ال میشه L1 آلفا دلتا تتا، الان اینجا باید بنویسم دلتای A یعنی تغییرات مساحت
بازم دوباره میشه آ1 آلفا دلتا تتا. خب بچه‌ها زود بگیم ببینم اشتباه من الان چی بود. 3 ثانیه فرصت داریم. 1 2 3 فرصتتون تموم شد. بچه‌ها اشتباه من الان این بود که اینجا این 2 رو ننوشتم. پس ببینید انبساط خطی یه آلفا داره، ولی انبساط وقتی سطحی میشه چی داره؟ 2 آلفا داره. پس در نتیجه من بگیم بچه‌ها اگه حجمی بود چی میشد؟ آفرین میشد 3 آلفا. پس این از این داستان. ولی یه سوال، این در مورد سطح فلزیه. سوال برگشته به شما گفته حفره چطور تغییر میکنه؟ یعنی این قسمت اینجا، این حفره که هیچی توش نیست چطور تغییر میکنه؟ بچه‌ها نگاه کنید، حفره دقیقاً عین فلز اطرافش رفتار میکنه. یعنی اگه فلز افزایش حجم پیدا کرد، حفره هم افزایش پیدا میکنه. اگه فلز کوچیک شد، حفره و سوراخ‌ها هم چی میشن؟ کوچیک‌تر میشن. دقیقاً این همدیگه رفتار میکنن. خب استاد برای حفره و اینا از چه آلفایی استفاده کنیم؟ بچه‌ها برای حفره و اینا از آلفای فلز دورش استفاده میکنیم. شما توی اون جدولا چیزی به اسم آلفای سوراخ ندارین، ولی این هر فلزی باشه همین آلفا اینو میذاری برای آلفای این حفره و این سوراخی که اینجا در نظر گرفته شد. اینم نکته دوم. و نکته سوم، سوال برگشته گفته چند درصد تغییر میکنه. آقا تو هر مسئله‌ای، تو هر جای فیزیک صحبت از درصد شد، مقدار اولیه‌تو 100 فرض کن. یعنی الان بیا چیکار کن؟ الان بیا فرض کن که مقدار اولیه یا آیه چنده؟ 100. این از این. یه 2 داریم. آلفاش چنده بچه؟ آلفاش 12 در 10 به توان منفی 6. پس ضرب در 12 ضرب در 10 به توان منفی 6. اختلاف دما 200 درجه. این هم به این شکل. خب چیکار کنم؟ آفرین، خیلی راحت ادامهش رو ضرب میکنیم و ضرب این حاصلا میشود 0.48 درصد. و از اونجایی که افزایش دما دادم فلز بزرگ میشه، اون سوراخ هم باش بزرگ میشه. پس در نتیجه چند درصد چگونه تغییر میکنن؟ 48 درصد، 48 صدم درصد افزایش مییابد. اینم از این سوال. اما بریم سراغ سوال ساده 28 که باز هم همچنان تو مبحث انبساط ها هستیم، ولی این بار داریم از کاربردش استفاده میکنیم. ترموستات یا دماپا. بچه‌ها این وسیله ترموستات دماپایی که چیکار میکنه؟ وقتی دما کم و زیاد میشه، به خاطر اون تغییر زاویه‌ای که پیدا میکنه میتونه چیکار بکنه بچه‌ها؟ میتونه براتون جریان یا مثلا چیزی که اصلا قطع و وصل کنه. فناوری‌ها و کاربردها حواستون باشه ازشون غافل نشید. گفته شکل فوق با افزایش دما، در شکل فوق با افزایش دما این اومده پایین. آلفا کی بیشتره؟ آلفا یعنی میزان تغییرات. خب وقتی که مثلا من الان ببین من دو تا دستام با هم دیگه میبندم، میارمشون بالا، به این سمت حرکت کرده، پس چه نتیجه میگم؟ نتیجه میگم این دست من، دست راست من نسبت به دست چپی من چی شده؟ بیشتر حرکت کرده که به این سمت اومده منحرفش کرده. پس در نتیجه الان A تغییرات بیشتری از B داشته، پس در نتیجه آلفای A نوشتم A بیشتره بچه‌ها. A چیه؟ آلفاش بیشتره. اگر دما رو کاهش بدهیم به کدام سمت خم میشه؟ خب نگاه کنید، وقتی که الان افزایش دما اینو بردش به این سمت، تو کاهش هم باز این یکی سریعتر حرکت میکنه. یعنی اون کسی که سریعتر رشد میکنه سریعتر هم میاد پایین. تو بازار هم همیشه همینه، وقتی جنسی یهویی قیمتش بره بالا، دقیقاً همونطوری یهویی هم قیمتش میاد پایین. البته اینجا ایرانه، چیزا میرن بالا خیلی پایین نمیان، حواستون باشه. پس به کدام سمت منحرف میشود؟ به سمت بالا. چرا؟ چون A الان بیشتر از B منقبض میشه این بار. حالا که اومدیم یه سری با هم دیگه انبساط خطی و سطحی و پرگنی بریم سراغ انبساط حجمی، هم از سخت‌ترین نوعش، حجم بیرون ریخته. بچه‌ها سوال توی سوال 29 بله تو سوال 29 برگشتیم بهتون گفتیم درون یک ظرف مسی به ابعاد 10 لیتر چقدر تو دمای 0 درجه چقدر بنزین بریزم تا در دمای 50 درجه لبریز بشه، یه چیزی بیرون نیاد. خب الان بعضیا برمیگردن چی میگن؟ برمیگردن میگن خب من بیام حساب بکنم ببینم چقدر بنزین افزایش حجم پیدا میکنه، همون ازش کم میکنم. مثلا اگه ببینیم 10 لیتر 1 لیتر افزایش پیدا میکنه، خب من به جاش 9 لیتر میریزم. ولی این غلطه. چرا؟ چون همزمان با اینکه مایع افزایش حجم پیدا میکنه، ظرفت هم افزایش حجم پیدا میکنه و به همین دلیلی که الان توی این سوال هم آلفا مثل بهتون داده هم
بتای بنزین رو. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بیایم حجم بیرون ریخته رو از طریق تفاضل افزایش حجم دوتا به دست بیاریم. چطور؟ به این شکل. من میگم 10 لیتر دارم. الان که 10 لیتر کلم پر شده، ظرف من چقدر افزایش پیدا میکنه؟ خب افزایشش میشه دلتا وی مساوی است با V1. اینو من پاکشون کنم این دوتا رو. بله، V1 3 آلفا دلتا تتا. چرا 3 آلفا گذاشتم؟ چون این مسی که داده بچا خطیه، باید در 3 ضربش کنم تا حجمیش به دست بیاد. حالا عددش چند میشه؟ 10 ضرب در 3 ضرب در افزایش ضرب در آلفاش 17 ضرب در 10 به توان منفی 6 ضرب در چقدر؟ از دمای 0 به دمای 50 پس میشه 50 درجه. عددش چند میشه؟ بچه عددش اگه اشتباه نکنم میشه 0.0255. اینم از این. حالا میام افزایش حجم چی رو به دست میارم؟ افزایش حجم بنزین رو به دست میارم. پس اینجا می نویسم بنزین. بچه برای بنزین از چه فرمولی استفاده میکنم؟ از این فرمول دلتا وی مساوی است با V1 بتای دلتا تتا. دیگه 3 آلفا نداریم. چرا؟ چون جامدا به صورت خطی، سطحی و حجمی هستن، ولی مایع ها همشون همیشه چی هستن بچه‌ها؟ مایع ها همشون به صورت چی افزایش پیدا میکنن؟ به صورت حجمی. پس در نتیجه الان من باید چی کار بکنم؟ من الان باید براش بنویسم 10 ضرب در 10 به توان منفی 3 ضرب در اختلاف دماشون که میشه همون 50 درجه. خب عددش چقدر میشه؟ بچه عددش رو حساب بکنیم میشود نیم تا. میبینید که افزایش حجم ظرفتون نسبت به افزایش حجم مایعتون خیلی کمتره. حالا برای محاسبه حجم بیرون ریخته من اینجا مینویسم حجم بیرون ریخته. باید بگم این عبارته، یعنی 0.5 منهای 0.255 تا. بچه عددش چقدر میشه؟ عددش میشود 47 45. این هم از این. پس این چی شد بچه ها؟ این شد مقدار حجم بیرون ریخته بنزین در صورتی که من چیکار کنم؟ در صورتی که من بیام اینو 100% لبریز پرش کنم، یعنی اینو خود 10 لیتر رو توش بریزم. پس حالا باید چیکار بکنم؟ حالا برای اینکه هیچ چیزی خارج نشه این مقدار رو از مقدار اولیه کم میکنم. یعنی میگم مقدار من میشود 10 لیتر منهای 0.4745 که وقتی کمش کنم میشود 9.5 این حد اکثر حجم بنزینه که من اگه به ظرفم اضافه کنم ازش بیرون نمیریزه. اینم از این سوال. بریم سراغ سوال بعدیمون. گفته که اگر به 2 کیلوگرم آب خالص با دمای 15 درجه هر دقیقه 2000 جول گرما بدیم، پس از چند دقیقه دمای آب به 20 درجه میرسه؟ خب بچه‌ها وقتی صحبت از گرما و افزایش دما میاد یاد کدوم فرمول بیافتیم؟ کیو مرس دلتا، یا در واقع فرمول کیو مساوی است با ام سی دلتا تتا. این از این فرمول. ولی از اونجایی که اینجا مستقیم بهتون گرما رو نداره و با اصطلاح توانی و آهنگی بهتون داده، من باید اینو بازنویسیش بکنم، بنویسم PT مساوی است با MC دلتا تتا. PT مساوی است با MC دلتا تتا. حالا میام عدد گذاری ها رو انجام میدم. بچه افزایش دما چقدره؟ گفته از 15 برسه به 20. پس افزایش دمای من میشود 5 درجه. ظرفیت گرماییمونم 4200 تا. حالا جرممون چقدره؟ 2 کیلوگرم. تایمو از من میخواد، توانو هم به هم داده. ولی حواستون باشه آقا ما غالبا توانها رو بر حسب چی بهتون میدیم؟ توانها رو بر حسب ژول بر ثانیه یا همون وات میدیم. اگه وات بود حتما زمانت هم باید ثانیه باشه، ولی اینجا رو نگاه کنید بر حسب دقیقه بهت داده. یعنی من الان اینجا باید بنویسم 2000 ژول بر دقیقه.
خب بگیم ببینم الان واحد زمانم چی باید باشه؟ آقا واحد زمانم هم باید دقیقه باشه، یعنی بنویسم تی تو پرانتز می نویسم دقیقه. بچه چرا اینطوری بنویسم که این دقیقه با این دقیقه خط بخوره؟ خب پس خیلی خوبه. با اینکه سوال واحداش عجیب غریب بودن ولی دمش گرم طوری داده بود که نیاز نباشه من بخوام دوباره تبدیل واحد کنم، البته به شرطی که جزء دانش آموزان مفهومی خون باشین و حواستون به این نکات ساده باشه. پس الان در نتیجه میتونم بنویسم 2000 تی مساوی است با 2 ضرب در 4200 ضرب در 5 درجه که یه ساده سازی بخوایم انجام 5 تا میشه 10 تا، بعد دهه صفر به این اضافه میکنه، بعد با این چیزا بخوام خطش بزنم بچه تی میشود 21 مین یا دقیقه. بر حسب عادتم همیشه دورش یه دونه دایره رو میکشیم. اما در مورد سوال بعدی، سوال 30 چند رسید؟ بله سوال 31 از سوالات تعادل گرمایی. این چی گفته؟ گفته این قطعه مثل نیم کیلوگرمی و دمای 67 درجه رو تو 380 گرم آب با دمای 20 درجه میندازیم. اگه ما تبادلمون فقط بین این دوتا باشه، اتلاف انرژی نداشته باشیم، بگیم ببینم دمای تعادل چند درجه میشه. بچه‌ها توی این سوالات دمای تعادل شما همیشه اول باید بنویسی Q1 به علاوه Q2 مساوی است با صفر. این نکته کلیدیه که توی هر مسئله دما تعادلی باید رعایتش بکنید و بنویسیدش. چه دما تعادل رو بهتون بده چه دما تعادل ازتون بخواد، حتما اینو باید بنویسید. بعد از این مسئلهاتون به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول مثل این مسئله بهت میگه دمای تعادل چند درجه میشه. بهتون پیشنهاد میکنم اگه گفته بود دما تعادل چند درجه میشه و از اون طرف بهتون دما تعادل رو تغییر حالتی نداشتین، بیاین از این روش بریم. چه روشی؟ بگیم دمای تعادل با تتای تی نشونش میدم مساوی است با M1 C1 تتا 1 به علاوه M2 C2 تتای 2 تقسیم بر M1 C1 به علاوه M2 C2. این از این رابطه. این یه رابطه خیلی خوبیه که میتونه با حداقل محاسبات بهتون دمای تعادل رو بده. حالا میریم سراغ عدد گذاری. بچه‌ها از جسم اولی شروع میکنم. مس نیم کیلوگرم من مینویسم 500 تا. نکته یادتون باشه چون اینجا ما چند تا جسم داریم، جرمامون هم تکرار شده، هر واحدی مجاز هست، فقط همه رو یکسان بذاریم. 500 گرم ضرب در ظرفیتش که خود سوال داده 380 ضرب در دمای 67 درجه ایش به علاوه 380 گرم آب ضرب در 4200 ضرب در دمای 20 درجه ایش. خط کسری من ادامه بدم. ما معمولا همیشه توی این سوالا مشکل کمبود خط کسر رو داریم. حالا مخرجش چی؟ بچه‌ها مخرجش همینطور که اینجا می‌بینید فقط چیا رو میذارم؟ فقط NC ها رو میذارم. پس در نتیجه 500 گرم ضرب در 380 به علاوه 380 ضرب در 4200. حالا یادتون باشه ببینید تو الان نمیتونی بیای 4200 اینجا رو با 4200 اینجا رو بزنی. چرا؟ چون یه جمع خوشگل اینجا ایستاده و نمیذاره. تو فقط عددی رو میتونی خط بزنی که تو همه عبارتات باشه و من عمدن اینجا اومدم همه رو بر حسب گرم نوشتم. چرا؟ چون وقتی همه رو بر حسب گرم بنویسی میتونی این 380 که این همه جا تکرار شده رو خط بزنی. این از این است. پس 380 پرید. محاسبات من راحت‌تر شد. البته ماشین حساب دارینا. فقط این نکته رو بهتون میگم بچه‌ها حواستون باشه اول ضربا رو انجام بدین، بعد جمع بزنید، بعد آخر سر تقسیم کنید. اینجا من بچه‌ها زیاد دیدم که تو محاسبات به مشکل برخوردن با اینکه بلد بودن. حواستون باشه. حالا حاصل این عبارت چی میشه؟ خب دیگه 500 ضرب در 67 4200 ضرب در 20 بعد که بخوام با هم دیگه جمعش کنم اگه اشتباه نکنم جوابش میشود 117500 تقسیم بر 500 به علاوه 4200 میشود 4700 تا حاصل این چند میشه بچه؟ حاصلی میشه 25 درجه. چون من واحد اولیمو درجه سانتیگراد گذاشتم پس در نتیجه میشود درجه سانتیگراد. اینم از این سوال. بریم سوال بعدی. باز هم تعادل های گرمایی ولی این بار با یه تفاوت عمده. گفته قطعه یخی به جرم 20 گرم و دمای منفی 20 درجه را درون یه استخر آب بزرگ 0 درجه میاندازیم. اگر ائتلاف گرما نداشته باشیم پس از تعادل گرمایی چند گرم یخ باقی میماند. خب بچه‌ها
بازم مسئله تعادل گرماییه. پس من همون اول می‌نویسم Q1 به علاوه Q2 مساوی است با صفر از این نقطه. چرا دو تا نوشتم؟ چون دو تا جست داشتم. بچه‌ها اگه 3 تا 4 تا جسمی داشت این Q ها رو 3-4 بار تکرار می‌کرد. ولی حالا این جزء اون دسته هاییه که به نظرتون اومده دمای تعادل رو داده یا دمای تعادل رو میخواد. بچه‌ها اینجا چون گفته چند گرم یخ باقی میماند، یعنی جرم یخ رو میخواد، پس حتما دما تعادل رو داده. از کجا بفهمم؟ بچه‌ها چند تا نکته هست که اینجا به من نشون میده من دما تعادل رو دارم. یک، استخر بزرگ آب صفر. وقتی استخر آب صفر بزرگ داشته باشی تو هر چقدر بخوای بهش گرما بدی ازش بگی دماش از صفر تغییری نمیکنه. این نکته اول. و نکته دوم آخرش برگشته گفته چند گرم یخ باقی میماند. معمولا تو اینطور مسئله همیشه دما تعادل چند درجه است؟ دما نهایی 0 درجه است. پس این دوتا مشخصه ای هستن که به من نشون میدن دمای تعادل من چقدره؟ 0 درجه است. پس در نتیجه من الان برای یخ باید بنویسم MC دلتا تتا. بچه ها نگاه کنید، یخ دماش منفی 20 درجه است. وقتی کنار آب صفر قرار میگیره هی میاد بالاتر، هی میاد بالاتر، هی میاد بالاتر، هی میاد بالاتر. حالا همزمان که این از نظر دمایی میاد بالاتر به صفر نزدیکتر میشه، آب چه اتفاقی میفته؟ آبم باید گرما رو از دست بده. چرا؟ چون اینا دارن از همدیگه گرما میگیرن و به همدیگه گرما میدن. آب 0 درجه بچه‌ها گرما از دست بده، این بیاد بالا، این گرما رو از دست مستقیم تبدیل میشه به یخ 0 درجه. پس من در نهایت اینجا چی دارم؟ یخ 0 درجه دارم. باید ببینم این 20 درجه‌ای که این میاد بالا چند گرم آب رو میتونه منجمد کنه و به یخ 0 درجه تبدیلش کنه. بریم ببینیم. برای یخ می‌نویسم MC دلتا تتا. برای آب چون میخواد گرما از دست بده می‌نویسم ML F بچه‌ها مساوی است با 0. خب این که منفی میبریمش اونور معادله مثبت میشه. پس در نتیجه جرم یخ 20 گرم ضرب در 2100 ضرب در اختلاف دماش از منفی 20 برسه به 0 درجه میشه 20 تا مساوی است با جرمی که میخوام ضرب در 336 3 تا 0. چرا 3 تا 0؟ بچه‌ها واحد رو دقت کنید، خیلی سوسکی و ریز اینجا به این چی نوشته؟ کیلوژول نوشته. پس یادتون باشه 10 به توان 3 شو بذاری. حالا این عبارت رو بخوام حساب کنم هر چی اینجا هست و تقسیم بر این میکنم، این هم میشود چقدر؟ 2.5 گرم. پس من بعد از این که یخ من از منفی 20 شد 0 درجه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که ایشون تازه 2.5 گرم آب رو یخ میزنه. خب 2.5 گرم آب یخ زده به علاوه اون 20 گرم یخ اولیه، یخ کل یعنی یخ باقی مونده، 20 به علاوه 2.5 میشود 22.5 گرم. به همین راحتی. حالا این نکته من در اینجا بهتون میگم بچه‌ها، این یخ رو در نظر بگیرین، دقت کنید این یخ رو در نظر بگیرید منفی 20 درجه. تو فرض کن روزی بیای 3 درجه بهش دما بدی، هر روز بخوای بهش 3 درجه افزایش دما بدی. خب روز اول میشه منفی چقدر بچه؟ میشه منفی 17. بعدش میشه چقدر؟ منفی 14. بعدش چقدر؟ منفی 11. همینطوری میره بالا. ولی نکته جالبی که هست توی 6 روز اول تو هیچ تغییری داخلش نمیبینی، هنوز یخ باقی مونده. تو دقت بکن، اومدی یخ منفی 20 درجه روزی بیای 3 درجه بهش دما بدی، تو 20 روز اول توی 6 روز اول هیچ اتفاقی براش چی میشه بچه‌ها؟ هیچ اتفاقی براش نمیافته. ولی دقیقاً تو روز هفتم یهو دماش به مثبت 1 درجه میرسه و همش ذوب میشه. باور کنید خیلی از کارها و خیلی از تلاشایی که شما داری تو زندگیتون انجام میدی دقیقاً این همین یخ هست. هر چقدر داری کار میکنی هنوز به اون نقطه تغییرش نرسیده، هنوز به اون نقطه‌ای نرسیده که بخواد خودشو نشون بده. حالا بعضیا تو این مسیر چی میشن؟ منصرف میشن، میزنن کنار. ولی شما ادامه بدین، شاید هنوز به اون روز تغییرتون نرسیدید بچه‌ها. اینم از این سوال. بریم سراغ سوال 33 بچه‌ها. سوال 33 گفته اگر 33 گرم آب موجود در یک ظرف با دمای 0 درجه طی فرآیند تبخیر سطحی بخار شود. مگه استاد تو دمای 0 درجه هم آب بخار میشه؟ بچه‌ها 100 درجه دمای جوشیدن آبه، یعنی تو 100 درجه تمام آب شروع میکنه به جوشیدن. ولی ما آب یه خاصیتی داره که طبق گفته کتاب بهش میگیم تبخیر سطحی، یعنی توی هر دمای امکان بخار شدن قسمتی از اون وجود داره
که بهش میگیم تبخیر سطحی. اینا هم گفته در طی فرایند تبخیر سطحی تو همین دمای 0 درجه 33 گرمش چی میشه؟ بخار میشه. خب چند گرم از آب باقی مانده یخ میزنه. اصلا چطور بخار میشه؟ یخ میزنه. بچه علتش اینه هر چقدر این انرژی بگیره بخار بشه، انرژی از ظرفای جفتیش میگیره، از مولکولای جفتیش میگیره، پس در نتیجه اونا چی میشن؟ انرژیشون از دست میدن و چون تو 0 درجه است با از دست دادن انرژی چه اتفاقی میفته؟ یخ میزنه جسم. مثل همه دماهای تعادل مینویسم Q1 به علاوه Q2 مساوی است با 0. اولی برای بخار شدن مینویسم ml v و دومی برای یخ زدن چون داره گرما رو از دست میده مینویسم ml f مساوی است با 0 درجه. این منفیه میره اونور چی میشه بچه‌ها؟ مثبت میشه. پس در نتیجه ml v مساوی است با ml f. حالا باید چیکار کنم؟ حالا باید اعداد مناسب رو داخل این عبارت قرار بدم. یعنی چی؟ گفته 33 گرم، چون دو طرفش جرمه من میتونم هر دوتاشون رو گرمی بنویسم، یعنی بگم 33. ولی الان برای الوی چی کار باید بکنم؟ بچه‌ها نگاه کنید، هیچ نیازی نیست حفظ کنید، ولی الان اومده بهتون یه جدول داده، یه جدول الوی داده. از کدومش باید استفاده کنی؟ چون سوال خودش گفته تو دمای 0 درجه، پس ما هم از الوی دمای 0 درجه استفاده میکنیم. یعنی عدد چقدر؟ 2490 ضرب در 2490 مساوی است با چند گرم آب یخ میزنه. خب من میخوام امشو به دست بیارم ولی الفش رو ندارم، ولی خود سوال داده چقدر؟ 333. بخشید 330 درسته. 330 رو اینجا می نویسم. کیلوژول اینم بر حسب کیلوژول نوشتم، پس واحدها با هم دیگه چی هستن؟ جور هستن. حالا میریم سراغ حل کردن. نگاه کنید این 330 این 33 اینجا رو میزنه، یه صفرش هم اینو میزنه، پس در نتیجه 249 مساوی است با ج. یعنی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که 249 گرم از آب ما بخار یخ میزنه تا اون 33 گرم تو دمای 0 درجه چی بشه؟ بخار بشه طی فرآیند تبخیر سطحی. چرا اینقدر اختلاف داره؟ اینو ما یه جاهایی به عنوان سوال به بچه‌ها میگیم چرا گرمای ذوب کردن یخ ببینید 330 ولی این یکی چقدره؟ 2256. حالا من عددش رو دمای 100 در نظر گرفتم. میگیم چرا اینقدر تفاوت داره؟ میگیم علتش اینه که تو دم برای تبدیل از حالت جامد به مایع ما فقط باید پیوندا رو چیکار کنیم؟ یکم سستشون کنیم. پیوندا که یکم بچه‌ها سست بشن تبدیلش از حالت جامد به مایع تبدیل میشه. ولی اگه بخوام مستقیم به چی تبدیلش کنم؟ مستقیم به بخار تبدیلش کنم بچه‌ها کل پیوندا باید از بین برن. یعنی پیوندا تک تک باید چی بشن؟ شکسته بشن. برای همینه که انرژی که ما برای بخار کردن میدیم خیلی بیشتر از اون انرژی که ما برای چی میدیم؟ ما برای ذوب شدن و اینا میدیم. خب اینم از این سوال. من اینو برش دارم و بالاخره رسیدیم به آخرین سوال، سوال 34. بالاخره این آزمون سخت ما هم تموم شد. گفته که عبارت‌های صحیح غلط رو مشخص کنید. تابش‌های گرمایی در دماهای زیر 500 درجه عمدتاً به صورت فرابنفش. آقا غلطه. همین الان من بهتون میگم تابش‌های گرمایی تو دماهای پایین به صورت چی هستن؟ فرو سرخ هستن. یعنی تا زمانی که دمای جسم زیر 500 درجه باشه تابش گرمایی که خودش میده به صورت چیه بچه‌ها؟ به صورت فرو سرخه، امواج گرماییه. یعنی فقط دوربینای خاص، دوربینای دمانگار میتونن این تصویرها رو ثبت بکنن. ولی دماش از 500 تا که بالاتر رفت شروع میکنه نور مرئی دادن. یعنی اول خودش قرمز میده، بعد زرد میده، بعد سبز میده. تو ستاره هم که دیگه در جریان هست. امیدوارم بهتون گفته باشم وقتی دماشون به 30-40 هزار درجه کلوین میرسه حتی نور آبی هم از خودشون ساطع میکنن. خب پس این از قسمت اول مشخصش کردیم. بریم برای قسمت دومیش که گفته چی؟ تفسنج تابشی به عنوان دماسنج معیار در دماهای زیر بالای 1100 درجه سانتیگراد انتخاب شده. اینم غلطه. ولی کجاش غلطه؟ این نوش تفسنج تابشی نه بچه‌ها، تفسنج نوری به عنوان این قضیه انتخاب شده. خیلی ریز ما متن کتابو نگاه کردیم و این سوالاتو براتون در آوردیم. پس بچه‌ها اون تفسنج تابشی نیست. تفسنج چیه؟ تفسنج نوریه. پس این صحیح غلط‌های آخریمون هم هر دوتاشون غلط شدن و به این شکل بالاخره این آزمون سخت و نفسگیر و طاقت فرسای ما هم تموم شد. امیدوارم که آزمون براتون مفید بوده باشه. حتما جوابایی که نوشتین و با جوابایی که من نوشتم مرور بکنید و سعی کنید به خودتون یه نمره بدین
تا بفهمین تو کدوم مباحث مشکل بیشتری دارین. مباحث رو تا روز امتحانتون یه دور دیگه بخونید و مرورشون کنید. با امید موفقیتتون در آزمون پیش رو. خیلی خوشحال میشم و خیلی خوشحالم میکنید که اگر که نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق اون راههایی که بهتون اعلام شده با ما در میون بذارید و مطمئن باشین که این نظرات شما همشون در نظر گرفته میشن. بچه‌ها امیدوارم که شاد و موفق باشین در تمام مراحل زندگیتون. به امید موفقیت.